نام کتاب رویا، بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوفت، بخش 23. avayabooth.com. نوری در زندگی شایان. اوایل سال 2002 میلادی بود که شایان زنگ زد و با صدای بغض گرفته‌ای گفت مامان، تقاضای پناهندگیم رد شده و نمیدونم چی کار کنم. اجازه کارم باطل شده و درآمد دیگه‌ای هم ندارم. الانم دارم با ژانت زندگی میکنم و اون خرجم رو میده. از صدای گرفته و غمگین پسرم به یک بار تمام قصه های دنیا روی شانه هایم فرود آمدند. در حالی که سعی می کردم ناراحتی خود را مخفی کنم گفتم قصه نخور، من ماهیانه مبلغ ناچیزی برات میفرستم. چند روزی بیشتر به نوروز 1381 باقی نمانده بود و من طبق معمول هر شنبه با شایان تماس گرفتم تا درباره نوروزی که در راه بود صحبت کنیم. این بار با شادی و هیجان گفت مامان، من و ژانت داریم با هم ازدواج میکنیم و دلم میخواد تو هم برای جشن ازدواجمون بیای. ژانت دختری خجالتی و محجوب بود که تازه دانشگاه رو تمام کرده بود و با مادر و تنها برادرش زندگی میکرد. پدر و مادرش سالها پیش از همدیگر جدا شده بودند و پدرش دوباره ازدواج کرده بود. به راستی هیچ رابطه‌ای به صمیمیت و نزدیکی رابطه مادر و فرزند نیست. تمام عشق و مهری که مادر نسبت به فرزندش دارد با همه دنیا و کائناتش قابل سنجش نیست. شادمان از خبری که به من داد گفتم عزیزم، این بهترین خبریه که در این چند هفته شنیدم، بدون که حتی اگر نتونم در مراسم ازدواجت شرکت کنم اما قلب و روحم با تو و نوعروست هست. اگرچه دوست داشتم در مراسم عروسی پسرم شرکت کنم، اما چون بچه‌ها به مدرسه می‌رفتن و کسی نبود در غیاب من از آنها مراقبت کند، ترجیح دادم هزینه سفرم به اضافه کادوی عروسی رو برایش بفرستم. 1 ماه از ازدواج آنها گذشته بود و چون مارسل پدر ژانت رستورانی در جنوب فرانسه خریده بود و قصد داشت به کمک فرزندانش آنجا را اداره کند، زوج جوان را هم با خود در این راه همراه کرد. پس از 1 سال کار در رستوران و بروز اختلافات، شایان از کارش استعفا داد و شغل دیگری در یکی از فروشگاه‌های توریستی پیدا کرد. جاه طلبی شایان او را وادار کرد تا به آن شغل هم اکتفا نکند و در صدد یافتن کار مناسب‌تری باشد. شاهین پس از گذشت چند ماه موفق به دریافت ویزای موقت شد و پس از دوندگی‌های بسیار توانست کاری رسمی با حقوقی مناسب در یکی از شرکت‌های معتبر پیدا کند و چون هنوز هیچ حساب بانکی نداشت، همه حقوقش به حساب من واریز می‌شد. عروسکی که بی صدا شکست. با شروع سال نو حبیب وکیلی را در کانادا پیدا کرده بود تا کارهای مهاجرتش را انجام دهد و در تمام مدت به دنبال تکمیل مراحل و مدارک آن و آزمایشات پزشکی بود. بنابراین به ندرت او را می دیدم. او دیگر حبیب قبلی نبود. هیجان و شادی در چشمها و حرکاتش موج می زد. او خوشحال بود و من نگران. زمانی که از او علت شادی بیش از حدش را پرسیدم، در حالی که سعی می‌کرد نگاهش را از من بدزدد جواب داد از این خوشحالم که بالاخره از این زندان انگلیس خلاص میشم. تو هم نگران نباش، اگر سختی میکشی ارزشش رو داره، چون به محض سر سامان دادن اونا پیشت برمیگردم و برای خودمون زندگی جدیدی رو شروع میکنیم. هرچند سخنانش دلگرم کننده و امیدوار کننده بود، اما چیزی در درونم فریاد میکشید. رویا داره بهت دروغ میگه، تا کی میخوای باورش کنی؟ و باز هم قلب زود باورم نهیب میزد و میگفت کمی بیشتر، فقط کمی بیشتر. از او پرسیدم شما که هنوز اقامتتون درست نشده و پاسپورت ندارین، چطور میخواین از اینجا برین؟ همان حالت بزدلی و کراهت در چهرهش پدیدار شد. گویا انگشت روی نقطه حساسی گذاشته بودم، چون در جوابم گفت وکیل همه کارامون رو با پاسپورت ایرانیمون درست کرده و قراره با همون هم از انگلیس خارج بشیم. ظاهراً باید خوشحال می بودم که سرانجام
دوران انتظار داشت به سر می رسید و من و حبیب می توانستیم پس از چند سال شکیبایی زندگی مشترکمان را شروع کنیم. اما باز دلشوره و ترسی همیشه با من همراه بود و درونم را آزار می داد و آن هراس از روبرو شدن با آینده ناخوش بود که همه اطرافیانم از آن خبر داشتند و مرا بدان هشدار می دادند. از ترس آنکه بچه‌ها باز هم دم از دروغگویی و بیوفایی او بزنند، جریان رفتنش را آنطور که خود باور داشتم برایشان تعریف کردم. روزهای آخر حبیب خیلی خوشحال بود. آن را در نگاهش می‌خواندم. به دفعات و مکررا از او درباره خودمان می‌پرسیدم و باز همان ترس و جوونی همیشگی در چهرهش آشکار می‌شد و خود را می‌باخت و باز هم حالت کری چندشاوری به خود می‌گرفت. با این حال بار دیگر به دل غافلم امید واهی می‌دادم و می‌گفتم روی همه چیز داره درست میشه، پس صبر پیشه کن. از سوی دیگر وجودم فریاد میزد و میگفت داری به خودت هم دروغ میگی. تا کی میخوای خودت رو به خوشباوری و ساده‌لوحی بزنی؟ بس دیگه حماقت و ساده اندیشی. اما دیر شده بود. حتی اگر به خودم می آمدم باز دیر شده بود، خیلی دیر. اگر از آغاز دمی به فریادهایی که از ژرفای وجودم برخاسته بود گوش سپرده و آنها را باور کرده بودم، یا لااقل با ژرفاندیشی لازم به دریافت نتیجهش می پرداختم، هرگز نظاره‌گر اتفاقات بعدی نبودم. بعد از ظهر یکی از روزهای فوریه 2002 حبیب به دیدنم آمد و در حالی که سعی می‌کرد چشمانش با چشمان من تلاقی نکنند گفت رویا ما فردا به مقصد کانادا پرواز می‌کنیم. قصری از آرزوهایی که در وجودم برپا کرده بودم در حال فروپاشی بود. منتظر شدم تا از تاریخ بازگشتش سخن بگوید، اما لب فرو بسته بود. گویی فراموش کرده بود که رویایی همه رویاهایش را به دست او سپرده بود. در آخرین لحظه تمام حرفها و فریادهایی را که طی 3 سال انتظار در وجودم انباشته شده بود در درون خفه کردم، چون نمیخواستم غرورم را بیش از آن نزد او لگدمال کنم. ساعت 6 بعد از ظهر نزدیک به برگشتن شاهین به خانه بود. او که خطر را حس کرده بود همون چهره رقتبار را به خود گرفت و با دست پاچگی گفت من دیگر دیرم میشه، بهتره برم چون باید وکیلم رو ببینم. و طبق معمول ابلهانه او را تا مسیر همیشگی بدرقه کردم. با رسیدن به مرز خداحافظی او خیلی سرد و خشک همانند غریبه‌ای با من وداعی کرد و رفت. او از من دور شد و من همچنان ایستاده بودم و به او که برای همیشه در برابر چشمانم داشت ناپدید میشد نگاه میکردم. او به پرنده زندانی در قفسی میمانست که با گشوده شدن در آن پر پرواز پیدا کرده بود و داشت از محبس دیرینش به سرعت می‌گریخت. خواستم او را صدا بزنم و بپرسم من که برایت نه قفس بودم و نه زندانبان، پس چرا حتی نیم نگاهی هم به پشت سر خود به این عروسکی که برای مدتی به بازی گرفته بودی نمی‌اندازی؟ اما صدایم در گلویم خشکیده بود. وقتی که سایه‌اش نیست از نظرم ناپدید شد، با کمری خمیده و قلبی شکسته به خانه برگشتم. خدا می‌کردم شاهین در خانه نباشد. می‌خواستم با خودم تنها باشم. از پای در آمده بودم. انصاف نبود که چماق شماتت و سرزنش شاهین نیز بر سرم کوبیده شود. در آن فاصله دلهره‌های نابسامان از پیله رویاهای پوچی که خود ساخته بودم یک به یک بیرون می‌پریدند. آیا شاهین با شناختی که از او داشتم اگر لب به اعتراض نگشاید اما شکوه و شکایت خواهد کرد که من از همان یکی دوبار اولی که اونو دیدم خوب شناختمش. مونده بودم تا از چه چیز اون مردی که عوضی شارلاتان خوشت اومده. میدونستم که اون هم بالاخره دلت رو میشکنه. خیلی آرام در را باز کردم و بی صدا وارد خانه شدم. شاهین تازه از سر کار برگشته بود. بدون اینکه چیزی بگویم به اتاقم رفتم، در رو بستم تا برای حماقت و سادگی خودم عزاداری کنم و ماتم بگیرم. شاهین که احساس کرده بود خبری شده در اتاق را باز کرد و به طرف من که صورتم را در بالش فرو برده بودم آمد. وقتی مرا با آن حال و وضع دید ترسید و از من پرسید چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه شایان طوریش شده؟ و من فقط گفتم حبیب رفت، برای همیشه رفت. از قبل خودم را آماده کرده بودم تا تگرگ
سرزنش‌هایش را که قرار است بر سرم ببارد تحمل کنم، اما اینجا را نخوانده بودم. او سکوت کرد و گفت چه میدونی؟ از کجا معلوم؟ شاید برگرده. ناامید نباش. میدانستم آن را برای دلخوشی من میگوید. میدانستم دل او نیز گواهی دیگری میدهد. چیزی نگفتم و فقط بر نگاهش کردم. گرچه حبیب رفته بود و مطمئن بودم برای همیشه رفته است، ولی دروازه امیدم کماکان باز بود و از ورای آن ندایی می آمد که او با من تماس می گیرد. 1 روز، 2 روز، اما هیچ خبری از او نشد. به یاد آقای عین، همون صرافی که با او حساب و کتاب داشت، افتادم و به امید آنکه از حبیب خبری داشته باشد به او زنگ زدم و پس از معرفی خود گفتم حبیب قرار بود به محض رسیدن به کانادا با هم تماس بگیره، ولی چند روزی از رفتنش گذشته و هیچ خبری ازش ندارم. آیا شما از او اطلاعی دارید؟ او با لحن نیشدار و تمسخرآمیزی در جوابم گفت من هم مثل شما هیچ خبری از او ندارم، اما تا آنجا که به یاد دارم او داشت به آمریکا با شنیدن آنچه گفت گوشی از دستم رها شد. از هم پاشیدم و آتش گرفتم. دروغ‌های حبیب برایم رو شده بودند. کمرم شکست. با همه وجودم مثل عزیز مرده‌ای با صدای بلند زجه می‌زدم و گریه می‌کردم. نمیدانم چه مدت گذشته بود که شاهین هنگامی که مرا با آن حال آشفته و درمانده دید بغلم کرد و مرا روی تخت خواب گذاشت و به اتاق نشیمن رفت. صدای او را که داشت با تلفن صحبت میکرد میشنیدم. میدانستم با شایان صحبت میکند چون پس از دقایقی با گوشی تلفن به نظرم برگشت. آن را به سویم دراز کرد و گفت شایان میخواد باهات صحبت کنه. با بیمیلی گوشی را گرفتم و او را که میخواست به گونه‌ای سر صحبت را باز کند تا ناراحت نشوم با احتیاط و من و من کنان گفت مامان چی شده؟ با شنیدن صدایش به گریه افتادم و گفتم هرچه میگفتی راست بود. حبیب رفت و منو تنها گذاشت. او با نرمی و مهربانی گفت چرا این حرفو میزنی؟ از کجا میدونی؟ در حالی که حق حق گریه امانم رو بریده بود جواب دادم تا الان فکر میکردم به کانادا رفته، ولی امروز فهمیدم رفته آمریکا. در تمام این مدت به من دروغ میگفته. او که سعی میکرد مرا بیش از پیش ناراحت نکند به نرمی گفت مامان یادت میاد ازت پرسیدم که ویزای کانادا رو توی پاسپورتش دیدی؟ جواب دادی آره. پس چی شد سر از آمریکا در آورد؟ بگو ببینم، مگه نگفتی پاسپورتش رو بهت نشون داده بود؟ با شرمندگی و خجالت جواب دادم آره گفتم، ولی بهت دروغ گفتم چون بهش اعتماد داشتم. مانده بود چه بگوید. برای اینکه مرا آرام کند گفت دیگه هر چی بوده گذشته و کاریش نمیشه کرد. تو هم ناراحت نباش. سپس از من خواست گوشی را به شاهین بدهم. شاهین گوشی را گرفت و به اتاق نشیمن برگشت. اگرچه سعی داشت آرام حرف بزند ولی صدای پچ‌پچش را میشنیدم. زانوان و کمرم خم شده بودند. نمیتوانستم چیزی بخورم و نه کاری بکنم. طفلکی شاهین بدون آنکه خم به ابرو بیاورد از من مراقبت میکرد. آرزو میکردم حبیب مرده بود تا هرگز به نامردی و دروغهایش پی نمیبردم. مرده متحرک شده بودم. شبها نمیتوانستم پلکایم رو روی هم بگذارم. هنگامی هم که برای لحظاتی چشمان خسته‌ام به خواب میرفتند او را میدیدم که قهقه زنان به من اشاره میکند و میگوید باور کرده بودی که خانوادم را برای تو که فاحشه بیش نبودی رها کنم؟ و آنگاه از خواب میپریدم و فریاد میزدم، اما باز حبیب را میدیدم که همانند هیولایی از درون دیوار به من زل زده است و قهقه میزند. صدای خنده های چندشاورش را میشنیدم و فریاد زنان شاهین را به یاری میخواستم. او که از وضعیت روحی من نگران شده بود با صبر و مهربانی بسیار به اتاقم می آمد و پایین تختم دراز می کشید و دستم را در دست می گرفت تا به خواب بروم. فردا روز دیگری است. نوروز یک بار دیگر بدون اینکه اهمیتی به دلهای درمانده و شکسته بدهد از راه رسیده بود. یک روز شاهین نوار ویدیوی جشن نوروزی را که از یکی از دوستانش به امانت گرفته بود به خانه آورد. شب هنگام به تماشای آن مشغول شدیم. خواننده‌ها یکی پس از دیگری بر روی سن برنامه اجرا می‌کردند و من فقط به صفحه تلویزیون زل زده بودم. نه گوش‌هایم می‌شنیدند و نه چشمانم می‌دیدند. شاهین که فهمیده بود حواسم آنجا نیست صدایم زد و گفت
این خیلی قشنگه، گوش کن. احمدرضا نبی‌زاده و مهرو داشتن آهنگی به نام عزیزم را می‌خواندند. عزیزم غصه نخور، زندگی با ماست، اگه باختیم امروزو فردا که برجاست. آن آهنگ را با گوش جان شنیدم و در آن محو شدم. چیزی در درونم بیدار شده بود. احساس می‌کردم فقط و فقط برای من ساخته شده است، چون به من حس امید و زندگی بخشید. به من آرامش هرگز نداشته ای را که در جستجویش بودم داد و من خودم را باور کردم که هنوز همان زنی هستم که هرگز تسلیم سرنوشتش نشد و آن را با سرسختی تغییر داد. باور کردم حبیب ارزش آن را نداشت که به پایش تلف شوم و از رسیدن به آرزوهایم دست بکشم. به یاد بیبی افتادم که گاهی وقتها هنگام درد دل با رفقایش میگفت حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی، حیف از کسی که نشیند به پای کسی. روز بعد برای آنکه در انتظار تلفن حبیب نباشم شماره تلفنم را عوض کردم. سپس در کلاس آموزش کامپیوتر که در یکی از سازمان‌های وابسته به کانون ایرانیان دایر شده بود ثبت نام کردم. قصد داشتم تا آنجا که امکان داشت خود را سرگرم کنم تا فرصتی برای فکر کردن به حبیب و بی‌وفایی‌ها و نامردی‌هایش نداشته باشم. 3 روز اول هفته را به کلاس می‌رفتم و باقی ایام را در مغازه کار می‌کردم. معلم آموزشی ما خانمی به نام نرگس بود. او دارای قدی بلند، چهره مهربان و درآموختن صبور بود. همواره لبخندی بر لبانش نقش بسته بود. تعداد ما در آن کلاس از انگشتان 2 دست بیشتر نبود و هر یک کامپیوتری برای خود داشتیم. نحوه تدریس انفرادی بود، به این ترتیب که او به هر کدام از ما جزوه‌ای میداد و جداگانه سر میزمان حاضر میشد و آن را تدریس میکرد. او آن کلاس کوچک را بارها و بارها دور میزد تا مطمئن شود شاگردانش هیچ مشکلی نداشته باشند. هر روز و رأس ساعت 1 بعد از ظهر به اتاق کوچکی که پشت کلاس قرار داشت میرفتیم و برای خود چای دم میکردیم و نهار میخوردیم. روزی در اتاق پشتی نشسته بودم که یکی از همدوره‌ای‌هایم به نام مهناز با صدایی که ترحم در آن موج میزد به آقایی که گویا نامش علی بود اشاره کرد و گفت طفلکی 2 بچه کوچیک 3 ساله و 9 ماهه داره و 2 سالی است که همسرش به MS گرفتار شده. خودش دست تنها از اونا پرستاری و مراقبت میکنه. از او پرسیدم پس الان چه کسی از بچه‌هاش مواظبت میکنه؟ او شانه‌اش رو بالا انداخت و گفت نمیدونم. هفته‌ها به همین ترتیب میگذشتن. کم کم از فکر حبیب بیرون آمده بودم و تا حدی زندگیم به روال عادی برگشته بود. روزی سر کلاس داشتم خود را برای امتحان مایکروسافت ورد آماده می‌کردم. متنی نوشته بودم که تصادفاً از روی صفحه ناپدید شده بود و هر کاری کردم نتوانستم آن را به صفحه برگردانم. روی تمام علامت‌ها کلیک می‌کردم ولی بیفایده بود. مانده بودم چه کنم که سایه‌ای را بالای سرم حس کردم. به خیال اینکه نرگس خانم است سرم را برگرداندم اما علی را دیدم که بالای سرم ایستاده. او پرسید اجازه می دهید؟ و بدون هیچ درنگی روی صندلی کناریم نشست و با کلیک کردن روی علامتی همه آنچه را که گم شده بود به صفحه برگرداند. تازه یادم آمده بود که چه کار باید می کردم. در آن لحظه از خرفتی خودم خجالت زده شدم. او که بغل دستم نشسته و زمان رو فراموش کرده بود با جسارتی فاحش در چشمانم زل زده بود که با شنیدن صدای من که گفتم آقای ساعت نزدیک 2 هستش و من هنوز ناهارم رو نخوردم. اگه اجازه بدید به خود آمد و از جا بلند شد و گفت باید برم دخترم رو از مدرسه به خونه ببرم. زیر چشمی او را از نظر گذراندم. او مردی با قد متوسط، چشمانی تیره، موهای سیاه و هیکلی مردانه و ورزشکاری بود. برای آنکه چیزی گفته باشم پرسیدم همین یک دختر رو دارید؟ جواب داد نه، پسر 9 ماهه‌ای هم دارم. او هر روز رأس ساعت 2 بعد از ظهر کلاس رو برای تحویل گرفتن دخترش از مدرسه ترک میکرد. از همان روز آغازین تفاوتی بین او و دیگران حس کردم. نمیدانستم تفاوت در چه بود، اما با نگاهی به ظاهرش، حتی با آنکه در پنهان کردنش تلاش داشت، میتوانستم آن را به خوبی در وجودش بخوانم.
او آشکارا بر علیه رژیم ایران سخن میگفت و این سبب میشد تا ترسی که حتی در این طرف مرز هم وجودم رو در خود گرفته بود برای همیشه از میان برود. روزی از روزها او به طرفم آمد و مرا به صرف قهوه به یکی از کافی شاپ های اطراف دعوت کرد. وقتی از او پرسیدم پس دخترت رو چی کار میکنی؟ جواب داد یکی از دوستانم قراره اون رو از مدرسه تحویل بگیره. در ابتدا دعوتش را قبول کردم، اما پس از لحظاتی پشیمان شدم و گفتم با عرض پوزش نمیتوانم دعوتتون رو قبول کنم. و پس از آن که در چشمان پر از پرسشش خیره شدم گفتم بهتره دست از سر من بردارید چون میدونم در سر چی میگذره، ولی اشتباه میکنید. خدا روزیتون رو جای دیگه بده. او خوب گوش داد و سپس با عصبانیت و بدون آنکه چیزی بگوید کلاس را ترک کرد. به نقطه حساسش ضربه زده بودم. حقش بود تا او باشد و از این هوس‌ها به سرش نزند. تا یک هفته از دستم ناراحت بود و با من صحبت نمی کرد. شاید خیال می کرد به این ترتیب می تواند نظرم را عوض و یا خوردم کند. اما نمی دانست سیاستی که در پیش گرفته هیچ تأثیری در برانگیختن احساس من نسبت به خودش را ندارد. روزی به علت حجم کار زیاد نرگس دیرتر از همیشه سر میز من حاضر شد. برای همین ساعتی دیرتر برای نهار رفتم. همه نهارشان رو خورده بودند و داشتن به کلاس برمیگشتند. علی هم به دنبال من وارد آبدارخانه شد و پس از لحظاتی فقط من و او بودیم. با خیال راحت مشغول گاز زدن به ساندویچم بودم که او ناگهان و بدون مقدمه همانند آتشفشانی شروع به فوران کرد. برای دقایقی بی صدا گریه کرد و سپس از سرگذشت دردناک خود و همسرش گفت. او گفت که در زمان انقلاب با فرشته که دوست خواهرش بوده به تناسب اهداف مشترکی که داشتند آشنا شده و سپس ازدواج کرده بود. آنها تا 17 سال به خاطر مشکلی که بعدها فهمیدند از طرف فرشته است بچه دار نمی شدند. علیرغم همه سعی و تلاشش برای درمان همسرش چون نتوانسته بودند در ایران به مقصود برسند راهی انگلیس شدند و سرانجام پس از 1 سال درمان سحر اولین دخترشان به دنیا آمده بود. هنوز 1 ماه از تولد دخترشان نگذشته بود که فرشته به بیماری MS دچار شده و پس از 2 سال و به دنیا آمدن دومین فرزندشان سهند توانایی راه رفتن را برای همیشه از دست داده و به صندلی چرخدار وابسته شده بود. او در حالی که همچنان اشک می‌ریخت گذشته رنجاورش را برایم شرح داد و در آخر گفت که بیماری فرشته بیماری لاعلاجی است. با شنیدن درد دلش دلم برای بچه‌ها و همسرش به درد آمد و گفتم دوست دارم با همسرت آشنا بشم. چند روز بعد سر کلاس سرگرم انجام تکالیفم بودم که علی به من نزدیک شد و گفت با همسرم صحبت کردم و او از شما دعوت کرده تا امروز به دیدنش برید. همان روز پس از اتمام کلاس به همراه علی راهی خانه‌اش شدم. در بین راه عروسکی برای سحر، خرس کوچکی برای سهند و یک دسته گل قرمز برای فرشته خریدم. هنوز علی کلید را در قفل در نچرخانده بود که دخترش دم در ظاهر شد و خود را در آغوش او رها کرد. من و او به طرف اتاق پذیرایی رفتیم. در آنجا فرشته زنی همسن و سال خودم را با موهای سیاه و مجعد دیدم که روی صندلی مخصوصی نشسته است. تاب و توان سخن گفتن نداشت. تا مرا دید به سختی به من خوش آمد گفت و از من خواست تا روی مبل راحتی کنارش قرار بگیرم. در همین حین به سهند که در تخت کوچکش نشسته بود و داشت به مهمان تازه واردی که سکوت خانه را برهم زده بود نگاه میکرد خیره شدم. دلم با دیدن او که میبایست در آغوش مادرش آرام یافته باشد به درد آمد. به سحر نگاه کردم. او هنوز در بغل پدرش نشسته بود و زیر چشمی به من نگاه میکرد. لبخندی به رویش زدم و همین سبب شد تا آن غریبگی را کنار گذاشته و به سویم بیاید. در حالی که در یک دستش عروسکی را که برایش خریده بودم نگاه داشته بود، با دست دیگرش دستم را گرفت و به اتاقش برد و نقاشی‌هایی را که روی دیوار بود نشانم داد و گفت ببین خاله، همه اینا رو خودم کشیدم. قشنگه مگه نه؟ سرم رو تکان دادم و گفتم آره عزیزم خیلی قشنگه.
چشمانش از خوشحالی برقی زد و همان لحظه شروع به کشیدن گل نرگسی کرد. تمام که شد آن را به سوی من دراز کرد و گفت خاله این مال شماست. اینو برای شما کشیدم. با بوسه آن را از او گرفتم و با همدیگر به اتاق نشیمن برگشتیم. قصد خداحافظی داشتم ولی علی که از غیبت من استفاده کرده و نهار پخته بود خواست برای نهار بمانم. مانند کودکی نگاهی به فرشته انداختم تا ببینم نگاه و رفتارش چه میگوید. او هم با مهربانی سرش را به نشانه تایید تکان داد. آن روز تا غروب آفتاب با آنها بودم. هنگامی که خستگی را در صورت میزبانم دیدم او را در آغوش گرفتم و گفتم فرشته جان از آشنایی با شما خوشبخت شدم و اگر اجازه بدید رفع زحمت کنم. او رو به علی کرد و گفت علی لباس بچه‌ها رو عوض کن و رویا رو تا یه جایی برسون. با آماده شدن بچه‌ها خانه را ترک کردیم. در راه از زندگی من جویا شد. خیلی کوتاه گفتم که از همسرم طلاق گرفتم و همراه با 3 فرزندم زندگی می‌کنم. گرم صحبت بودیم، غافل از آن که بیشتر مسیر را طی کرده بودیم. علی آن را بهانه کرد و آدرسم را گرفت تا مرا به خانه برساند. در راه از هر دری سخن گفتیم و دست آخر هنگام خداحافظی گفت اگه زمانی به وام بانکی احتیاج داشتید میتونم 1 روزه ترتیبش رو براتون بدم. چون هیچ نیازی به گرفتن وام نمیدیدم گفتم در حال حاضر که نیازی ندارم، اما اگر در آینده احتیاج داشتم حتما خبرتون میکنم. با رسیدن به پمپ بنزینی که تا خانه‌ام فاصله چندانی نداشت بچه‌ها رو بوسیدم و از آنها جدا شدم. آن شب در مورد وام به شاهین گفتم و او از خدا خواسته گفت قرار بذار بری وام رو بگیری چون بهش احتیاج پیدا میکنیم. با دودلی از اینکه آیا به وام نیاز داریم یا خیر با علی تماس گرفتم و به او گفتم کی میتونید وام رو برام بگیرید. او گفت هر زمان که بخوای، فردا خوبه؟ قبول کردم و با گرفتن آدرس بانک و ساعتی برای قرار از او خداحافظی کردم. روز بعد با شاهین به آدرسی که داده بود رفتیم. زود سر قرار رسیده بودیم و هنوز از علی خبری نبود. ولی پس از چند لحظه انتظار سرکلش از دور پیدا شد. پس از معرفی آن دو با یکدیگر به طرف بانکی در سوی دیگر خیابان به راه افتادیم. آن روز مبلغ 8000 پوند وام گرفتم که فردایش شاهین نصف مبلغ را از من گرفت و قول داد تا نیمی از قسطش را پرداخت کند. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 24. avayabooth.com. ازدواج شاهین. مدتی بود که شاهین از طریق اینترنت با نازلی، دختری که همراه مادر، پدرخوانده و برادرش در دانمارک زندگی میکرد آشنا شده بود. تماسهای آنها به علاقه تبدیل شده بود و از آنجایی که شاهین قادر به سفر نبود، نازلی به لندن آمد و 2 هفته نزد ما ماند. با دیدن او از یک طرف خوشحال شده بودم چون شاهین را شاد و خوشحال می‌دیدم، اما از طرف دیگر دریافتم نازلی دختری خام و بی تجربه است و نمی‌تواند همسری مناسب برای پسرم باشد. به باور من شاهین زنی لازم داشت که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بتواند خوشبختی را که پسرم در جستجویش بود به او بچشاند. نازلی با اینکه 23 سالش بود اما خیلی لوس و خودخواه به نظر می رسید. با این وجود از رفتار و حالات شاهین کاملا فهمیدم که آن 2 هفته بهترین دوران زندگی او بوده است. او شاد و خندان بود و همه احساسات عاشقانه‌اش را به پای نازلی می ریخت. سرانجام مانند هر شروع که به انتهای ختم می شود، آن 2 هفته هم به پایان رسید و نازلی به دانمارک برگشت. آنها قول و قرار ازدواج گذاشته بودند، اما پس از مدتی خانواده نازلی به بهانه آنکه شاهین قباله هنگفتی برای دخترشان در نظر نگرفته است، ساز مخالفت را آغاز کردند. من خودم را از این موضوع کنار کشیده بودم چون با توجه به تجربه و گذشته تلخ و مرارتبارم به خود قول داده بودم که هرگز در ازدواج فرزندانم دخالت نکنم.
زندگی من همچنان در غربت در سرزمینی بیگانه بدون هیچ هیجان و رویدادی ادامه داشت تا آنکه عصر یکی از روزهای شنبه پس از پایان ساعت کاری فروشگاه میخواستم در رو ببندم و به منزل بازگردم، ولی به ناگاه علی مانند جن در مقابلم ظاهر شد. با سلامی وارد مغازه شد و پیشنهاد کرد که مرا برساند. من که از دیدن او در آنجا ناراحت شده بودم خواستم او را از سر خود باز کنم. بدین فکر بدو گفتم هنوز حساب و کتاب مغازه را انجام ندادم. گفت مسئله نیست، منتظر میمونم. پس از آنکه حساب و کتاب روزانه فروشگاه تمام شد وسایلم را برداشتم و به طرف او و بچه‌هایش که در اتومبیل منتظرم بودند رفتم. تمام راه در سکوت گذشت. حوالی خانه که رسیدم سحر و سحند رو بوسیدم و به علی گفتم هرگز انتظار نداشته باش شما رو به خونه دعوت کنم. او با چشمان تیرش که به رنگ شب بود در چشمانم نگاهی کرد و گفت چرا این فکر رو میکنی؟ هرگز چنین انتظاری رو هم ندارم. فردای آن روز داشتم مغازه را میبستم که علی دوباره خود را داخل فروشگاه انداخت. بدون آنکه به او اهمیتی بدهم در مغازه را بستم و مشغول رسیدگی به دخل و خرج آن روز شدم. با خود گفتم رویا این آقایی که روبروی تو ایستاده فقط مثل دیگران قصد سوء استفاده از تو رو داره. با آن فکر و خیال و با لحنی نفرت آمیز رو به او کردم و گفتم اینجا چه کار میکنی؟ و در حالی که درآمد آن روز را میشمردم ادامه دادم چرا دست از سرم بر نمیداری؟ او که همچنان به من زل زده بود گفت باور کن خودم هم نمیدونم اینجا چه کار میکنم، فقط اینو میدونم که به تو علاقه‌مند شدم. با پرخاش و تندی گفتم دنبال دلیل میگردی، پس بذار تا همه دلیلایی که دنبالش هستی رو بهت بگم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم ببین آقای محترم، تو در حال حاضر فقط به دنبال کسی میگردی تا از مشکلاتی که گریبانگیرت هستن نجاتت بدن. ولی وقتی که همسرت بهبود پیدا کرد و یا خدای نکرده اتفاقی براش افتاد همه چیز رو فراموش میکنی و به سوی دیگه میری. اما اینو بدون که اون نفر من نیستم. خیلی خونسرد در جوابم پرسید چرا باید این کارو بکنم؟ بالاتر از همه تو از کجا میدونی؟ با عصبانیت گفتم چون این تنها کاریه که از تو و امثال تو برمیاد. و باز هم در کمال سادگی و حماقت سر تا سر سرگذشت زندگی ملال‌آورم رو از همسرم تا نامردی حبیب براش تعریف کردم و در پایان اضافه کردم تو هم یکی از اونایی و من هیچ تفاوتی بین تو و بقیه نمیبینم. الان دل شکسته هستی و به دنبال بازیچه میگردی تا تو رو از این تنهایی که گریبانت رو سخت چسبیده رها کنه. اما اینو بدون که خیلی دیر اومدی. برو دلخوشیت رو به بچه‌هات بده و بذار منم زندگیمو بکنم. او بدون هیچ حرفی مغازه رو ترک کرد. از جا بلند شدم، در رو قفل کردم و در پستوی اتاق پشتی شکمی سیر به بدبختی، بیکسی و آوارگیم گریستم. حق داشتم، مدت‌ها میشد دلم گرفته بود. در خانه بچه‌ها با من بدرفتاری میکردن. هر روز با آتوسا و شاهین بحث و اختلاف نظر داشتم و حال و حوصله‌ای برام باقی نمونده بود. پس از آن که خود رو خوب خالی کردم از مغازه خارج شدم که چشمم به علی افتاد. در فروشگاه رو با عجله قفل کردم و وانمود کردم که او رو ندیدم. اما او به سویم آمد، دستم رو گرفت و به طرف اتومبیل برد. با قرار گرفتن روی صندلی و نیم نگاهی به او متوجه شدم که او هم گریسته. از من پرسید رویا تو از من چی میخوای تا باورم کنی؟ با اینکه میدونستم او یکی از بزرگترین کارخانه‌داران و سرمایه‌داران ایرانی است جواب دادم اینکه راحتم بگذاری، فکر نکنم خواسته زیادی باشه، چون دیگه دلی ندارم به کسی تقدیم کنم. به علاوه تو فکر میکنی میتونم باور کنم که تو با داشتن وضعیت مالی آنچنانی از زن پناهنده چون من که آهی در بساط ندارد خوشت اومده باشه؟ اصلا اومدیم و باور کردم که تو راست میگی. جواب خانوادت رو چی میدی؟ او که انتظار چنین پرسشی رو نداشت به فکر فرو رفت. پس از لحظاتی گفت نمیدونم. و من به تندی به جای او جواب دادم من میدونم اون زمان تو هم حبیب دیگه میشی و منو رها میکنی و به سوی یکی دیگه میری.
او پس از آن سکوت کرد و در تمام طول راه دیگه هیچ چیزی به زبون نیاورد. هنگامی که مرا نزدیک خانه‌ام پیاده کرد نیز بدون خداحافظی پا روی گاز گذاشت و به سرعت دور شد. در هفته جدید سعی کردم در کلاس از او فاصله بگیرم تا شاید خودش خسته شود و دست از سرم بردارد، اما ظاهراً این رشته سر درازی داشت. روزی دیگر که من و شاهین بحث کرده بودیم، بی پناه و ناامید بدون تأمل و تفکر از روی دردمندی به علی زنگ زدم تا با او صحبت کنم. فرشته گوشی را برداشت. الو بفرمایید. مانده بودم چه بگویم. بدون مقدمه گفتم سلام فرشته جان، میتونم با علی صحبت کنم؟ او پرسید چرا؟ چه کارش داری؟ جواب دادم یک مشکلی برام پیش اومده و ازش کمک فکری میخوا. او صحبتم رو قطع کرد و گفت ببین خانم، علی نه همسرته نه برادرته و نه نسبتی باهات داره، پس مشکلات تو هم ربطی به اون نداره. دیگه هم حق نداری بهش زنگ بزنی. فرشته کاملا حق داشت. مگر علی نسبتی با من داشت که از او کمک یا مشورتی بخواهم؟ در حالی که بغض گلویم را میفشرد از او عذرخواهی کردم و گوشی را گذاشتم. هنوز کنار تلفن نشسته بودم و به آنچه فرشته گفته بود فکر میکردم که صدای زنگ تلفن مرا به خود آورد. گوشی را برداشتم. علی بود. با شنیدن صدایم گفت من تا 1 ساعت دیگه روبروی پمپ بنزین نزدیک خونتون هستم. خودتو آماده کن، میبینمت. در صحبتش قاطعیتی بود که زبانم رو بند آورد. اگر آن روز با شاهین بحثم نشده بود، برای همیشه علی را فراموش کرده و قیدش را زده بودم. ولی آن بحث و جدل مرا به سوی او کشانده بود. 1 ساعت بعد بدون آنکه چیزی به بچه‌ها بگویم از خانه خارج شدم. علی روبروی پمپ بنزین منتظرم بود و تا مرا دید گفت رویا خیلی عصبانیم. فقط خواهش میکنم صبور شو و هیچی نگو. بدون هیچ سخنی صبور شدم. او به طرف پارک وحش گوزنها در ریچموند، پارک وحشی با حدود 2360 جریب وسعت که بالغ بر 600 گوزن را در خود جای داده بود حرکت کرد. در طول راه سکوتی طولانی بین ما حکم فرما شده بود. به پارک رسیدیم. پس از پارک کردن ماشین به طرف فضای آزاد که گوزنها مشغول چریدن بودند به راه افتادیم. برای اولین بار بود بدانجا میرفتم. پارک پر بود از آهوان و گوزنهایی که بدون وحشت و هراس از محیط و موجودات دیگر اطراف خود در حال چرا و نشخوار بودند. گهگداری سنجاب یا خرگوشی به محض دیدن ما دوان دوان لابلای بوته پنهان و از نظر مخفی میشد. تا مدتی سکوت کرده بودیم تا اینکه احساس کردم این من هستم که باید سکوت رو بشکنم. پس رو به او کردم و گفتم علی من به همسرت حق میدم و میدونم که نبایستی به تو زنگ میزدم. مشکلات و گرفتاری های من به تو هیچ ربطی نداره. فقط 1 لحظه مثل همیشه احساس درماندگی و بی‌پناهی کردم و تصمیم عجولانه گرفتم. اینو بدون که بحث و جدل کار هر روز ماست. خودم این بهانه رو به دست بچه‌هام دادم و به اونا حق میدم تا نگذاشت جمله‌ام رو تمام کنم و با یأس و ناامیدی گفت شاید این فقط من و تو هستیم که هیچ حقی برای زندگیمون قائل نیستیم. و سپس همونطور که به حیات وحش مینگریست دردهای درونش رو برایم بیرون ریخت. ببین رویا، فکر نکن مرد هوسران و یا زنبازی هستم. نه، اصلا اینطور نیست. چون اگر اهلش بودم همون روزهای اول بیماری فرشته اونو ترک کرده بودم. مکسی کرد و با نگاهی که به دور دستا میانداخت واضح بود که چیزی به یاد آورده باشد آهی کشید و گفت میدونی که تو این کشور خراب شده اگه همسرمو ترک کنم دولت مجبور ازش مراقبت کنه. ولی من به پاش ایستادم و تا آخر هم به پاش میمونم. من تو رو به خونم بردم و به فرشته معرفی کردم و حالا دیگه تو همه چیز رو راجع به زندگی من میدونی. منم متقابلا همه چیز رو درباره تو و گذشتت میدونم. در حقیقت ما چیزی از همدیگه پوشیده نداریم. درنگی کرد و سپس نگاهش رو به سوی من برگرداند و گفت حال و روز من که اینطوریه، اونم حال و روز تو. حالا تو بگو چی کار کنیم.
ببین رویا، همه کس و کار من و فرشته در ایران زندگی میکنند و اینجا کسی رو نداریم تا اگه من مردم و یا کشته شدم از بچه ها مراقبت کنه و میخوام تو باشی تا اگه برام اتفاقی افتاد از اونها همانند مادری دلسوز مراقبت کنی، چون همواره به مأموریت میرم و امکان اینکه از همه اونها جون سالم به در ببرم خیلی کمه. اون روز منظورش رو از مأموریت نفهمیدم، ولی پس از چند سال تقریبا به ماهیت و زندگی مخفی او پی بردم. او راست میگفت و خیلی کم پیش میآمد که برای چند روز متوالی در لندن بمونه. گاهی اوقات مأموریت‌های او بیشتر از 1 ماه طول می‌کشید و هنگامی که با پایان یافتن کارهایش برمیگشت، بار دیگر پس از 2-3 روز راهی سفری دیگر میشد. آن لحظه نه برای علی بلکه برای بچه‌های خردسالش دلم سوخت و با خود عهد بستم تا جایی که بتوانم برایشان مادری کنم، حتی اگر از راه دور باشد. آشکارا علی توانسته بود مرا نرم کند و در تصمیم قبلی خود مبنی بر چشم‌پوشی از او منعطف‌تر نماید. تصمیمم را گرفته بودم و به او که چشمانش پر از اشک شده بود گفتم: علی، نه برای تو بلکه به خاطر بچه‌هات هستم و قول میدم هرگز اونا رو تنها نگذارم. همه حرفها زده و پیمانها بسته شده بود. پس در سکوتی مبهم به دوردستها خیره شدیم. دقایقی به همان حال گذشت. او از دنیایی که برایم ناشناخته بود سخن آغاز کرد و دری تازه به رویم گشود و از مسائلی که تا آن روز در مخیله و تصورم نمی گنجید سخن گفت. روی چمنها دراز کشید و با بی‌پروایی تمام سرش را روی زانوانم قرار داد و از ماجراجویی‌هایش تعریف کرد. از 16 سالگی وارد مبارزه شدم. او بدون خوف از هر پیشامدی درباره فعالیت‌های سیاسیش برایم تعریف کرد. با تعجب از او پرسیدم: میدونی که من خواهر 2 شهید هستم؟ چطور میتونی بهم اعتماد کنی؟ نمیترسی از طرف من ضربه‌ای بهت زده بشه؟ اصلاً اومدیم و من یک جاسوس بودم. چطور به این راحتی به من اعتماد میکنی؟ بدون درنگ جواب داد: من پارچه پیراهن تنم رو خوب میشناسم. به مرور زمان با توصیفات و توضیحات علی افکارم نسبت به مسائل سیاسی ایران تا حدی روشن شد. در طی ماه‌ها با شنیدن سخنان او اعتقادات و ایمانم نسبت به دینی که هیچ حقی در انتخاب آن نداشتم و از کودکی به من اجحاف کرده بودند تغییر کرد. روزی از او پرسیدم: علی، من راجع به سیاست هیچ نمیدونستم، ولی عقلم به من میگفت که هیچ آخوندی نمیتونه کشور رو اداره کنه. تو و امثال تو که حتی دین رو هم قبول ندارید چطور به طرفداری از اون ملای پابرهنه به خیابونا ریختید؟ چطور آهنگ مرگ رو در سرزمینمون سرودید؟ او به تندی گفت: خواهش میکنم تند نرو. باید بدونی که ما طرفدار هیچ آخوندی نبودیم. اون روزا ما فقط همراه با سایر گروه‌های مخالف از جمله مذهبیون برای براندازی حکومت شاه تلاش میکردیم. برترین دلیل به قدرت رسیدن اسلامیون و در رأس اونا خمینی برگه برنده‌ای بود که از 1000 و اندی سال پیش سرزمینمون رو تسخیر کرده و اونم وجود بیشمار مساجدی بود که پایگاه مناسبی براشون ایجاد کرده بود. برگه برنده اونا باورها و اعتقادات دینی بود که در وجود مردم کاشته شده و پرورش پیدا کرده بود. پیش خود گفتم بنابر آنچه او میگفت علی هم به واسطه تفکر و حضورش در اون شورش ویرانگر که انقلاب نام گرفت در به ثمر نشستن حاکمیت آخوندی نقش مهمی بازی کرده بود. پس اون هم یکی از مسببین کشته شدن دلاوران ایران زمین، چه در زمان جنگ و چه پس از انقلاب شوم سال 57 به شمار میرفت. جوش آوردم و با عصبانیت پرسیدم: کدوم اعتقادات؟ همونایی که تو و امثال تو اونا رو آبیاری و تقویت کردن؟ همون اعتقاداتی که شما سر زبون انداختین؟ همون اعتقاداتی که میهن و سرزمینمون رو به دام آخوند و ملای دوزاری گرفتار کرد؟ همون اعتقاداتی که تموم تمدن هزاران ساله ما رو به قهقرا کشون؟ همونایی که زن رو تا کمر تو خاک کاشت و سنگسار کرد؟
او که بازم در سکوت حملات مرا به خود و انقلابی که کرده بود تحمل کرده بود گفت بازم داری تون میری. ما به قول معروف سنگی در چای انداختیم ولی خیلی زود به اشتباه خودمون پی بردیم و پس از به ثبات رسیدن انقلاب مبارزه رو علیه اونا شروع کردیم. نگذاشتم حرفش رو تموم کنه و با خشونت فریاد زدم اشتباه؟ کدوم اشتباه ها؟ شما کشته شدن آدمای بیگناه به دست رژیم، کشته شدن جوونا در میدون جنگ و یا در اثر بمباران رو اشتباه میخونین؟ اما من اونو خیانت میدونم. خیانت به میهن و به مردمش. صورتش از حرفایی که میشنید سرخ شده بود. گویی تا به حال کسی جرأت نکرده بود به او پرخاش کند. عصبانی و آشفته بود اما بیشتر از دست خودش تا از دست من. دستم رو گرفت و گفت فکر میکنی خودم نمیدونم؟ فکر میکنی نمیدونم با نقشی که اون روز در سرنوشت سرزمینمون بازی کردم چند نفر و چه عزیزانی رو تا به حال به کشتن دادم؟ بله، من در همه اونا خودم رو شریک میدونم. فکر میکنی با شکنجه‌ای که در زندان میبینن آشنا نیستم؟ همه رو خوب و حتی بهتر از تو میدونم. با همه اونا آشناستم و برای جبران اشتباهم خوابم، خوراکم، زندگیم، تفریحم رو به پای آزادی سرزمینم و مردمش گذاشتم. اگه فکر میکنی در این سالهای شوم پس از انقلاب آسایشی نصیبم شده یا راحتی برای خودم برگزیدم، اون آسایش و راحتی بر من و خانوادم حرام باد. و اینو بدون که تنها نیستم، چون میلیون ها نفر از ما در سراسر دنیا پراکنده شدن که تا نفس در بدن دارن در راه آزادی میهنمون مبارزه میکنن. منی که تا اون روز تصور میکردم با کشته شدن دلاور مردان ارتش پادشاهم دلاور و مبارزه دیگری برای دفاع از سرزمینم به جای نمانده است، با شنیدن سخنان علی آرام گرفتم و پی بردم هنوز هم امثال رئیس علی دلواری وجود دارند تا برای آزادی ایران زمین بپاخیزند و وجود ستارخان و سالارخان را باور کردم. حتی اگر عقیده ها متفاوت بود، اما همه دارن برای آزادی میهنی مبارزه میکنن که هرچه داشتن از آن کهن خاک آریایی داشتند و دارند. دانستم اگر آزادی خواهی با دشنه خونخوار رژیم از پای افتاد، به جای او صدها نفر به پا خاسته بودند. تا زمانی که ایران بودم همه تهمت‌ها و تبلیغات رژیم علیه آنها را باور داشتم که هر جا سخنی از تروریست بود سخن از دشمن مردم بود. اما علی چیز دیگری میگفت. با شنیدن آنچه او روشن میکرد پی بردم بیشتر آنهایی را که رژیم خمینی مفسد فی‌الارض خوانده و به جوخه مرگ سپرده بود آزادیخواهانی بودند که از جان و مال خود، از خواب و رفاه و زندگی خود زده بودند تا ایران زمین را زنده نگه دارند. سوداگران آزادی که جان خود را بی‌محابا به فروش گذاشته بودند. پی بردم زمانی که همه ما در خواب خوش بودیم، نگهبانان ایران زمین بیدار بوده و از این اقلیم پاسداری می‌کردند. دانستم تا زمانی که مبارزی هست، خدشه‌ای به خاک عزیزم وارد نخواهد آمد و بی اختیار سخنان پادشاه عزیزم در زمان جشن‌های 2500 ساله ایران را به یاد آوردم که میگفت کوروش بخواب که ما بیداریم. اگرچه پس از آن روز نظرم نسبت به علی تغییر کرده بود، ولی کماکان او را از خود میراندم، چون میترسیدم به مرد دیگری اعتماد کنم. تا ماها در برابر او و احساسات خود مقاومت میکردم و او همیشه با صبوری میگفت رویا تا هر زمان که بخوای بهت وقت میدم و من همیشه در پاسخ به اون میگفتم نمیخوام پایه خوشبختیم رو روی مرگ و آوار زندگی زنی که هیچ آزاری به من نرسانده بنا کنم. نمیخوام در انتظار مرگ زنی بیگناه باشم تا بتوانیم با هم دیگر باشیم. اون نیز همیشه در گوشم میخوان تو زندگی خودت رو داشته باش. در دل برای فرشته دعا میکردم و از خداوند میخواستم که به او فرصت دهد تا بزرگ شدن فرزندانش را ببیند و به آنها افتخار کند. فرزندانم کم کم حدس‌هایی زده بودند. خبرهایی در جریان است. روزی شاهین گفت مامان علی تو رو فقط برای بچه‌هاش میخواد.
اما آیا به راستی چنین بود؟ و من در پاسخ شاهین گفتم در مقابل دختر و پسر علی مسئول هستم، چون نمیخوام زمانی زیر دست زنی نااهل بزرگ بشن. نازلی و شاهین بدون اینکه کسی بداند برای ماه نوامبر قرار ازدواج گذاشته بودند و من بیخبر از آن که خانواده نازلی با این وصلت مخالف بود خود را برای استقبال از خانواده عروس آیندم آماده کرده بودم. روز ورود خانواده نازلی به لندن، شاهین با 1000 ذوق و شوق به استقبالشان به فرودگاه رفت. با ورود الهام و همسرش و نگاهی به چهره گرفته و بی حالت آنها حس کردم چیزی را از ما مخفی می کنند. آنها حتی شامی را که تدارک دیده بودم از روی بیمیلی خوردند و هر از گاهی با نازلی به زبان دانمارکی صحبت می کردند. همین مسئله شک مرا بیشتر کرده بود. طفلکی پسرم که خود را با 1000 امید و آرزو آماده دیدن خانواده همسر آیندهش کرده بود، با رفتاری که آنها در پیش گرفته بودند به هم ریخته بود. او هرگز گمان نمی‌کرد آنها نسبت به هر آنچه او می‌گفت و انجام می‌داد این چنین سرد و بی‌تفاوت باشند. از طرفی هم هر چه علتش را از نازلی می‌پرسید پاسخ مناسبی از او دریافت نمی‌کرد. سرانجام پس از پافشاری‌های شاهین، الهام سکوتش را شکست و مخالفت خود را با صدای بلند اعلام کرد. ما به اجبار به اینجا اومدیم و هیچ یک از ما راضی به ازدواج این دو نیستیم. سپس با نگاهی سرزنش‌آمیز به نازلی گفت هر دختری از فامیل که عروسی کرده قباله آنچنانی داشته و شما با نگرفتن قباله آبروی ما را میان دوست آشنا بردید. نازلی در برابر اعتراض مادرش به صدا درآمد و گفت من همه حرفام رو باهاتون زدم و گفتم هیچ کس نمیتونه منو از ازدواج با شاهین منصرف کنه. الهام که دید کاری از پیش نمیبره نگاهی به همسرش کرد و با زبان بیزبانی از او یاری خواست. اما هنگامی که سکوت او را دید نازلی را خطاب قرار داد. تو با این گستاخی و نافرمانیت آبروی خانواده ما رو بردی. اینو بدون که اگه به این ازدواج تن بدی برای همیشه از خانواده طرد میشی. به دنبال تهدید الهام سکوتی اتاق رو فرا گرفت. خانواده الهام مانند زنجیری به هم گره خورده بودند و هر تصمیمی میبایست از سلسله مراتب فامیلی عبور کرده و بر آن مهر تایید بخورد. آنها که تا به آن روز هیچ طغیان و شورشی در فامیل نداشتند نمیدانستند چه عکس‌العملی در برابر آن قضیه از خود نشان دهند. آن شب شاهین هر چه سعی کرد نتوانست نظر خانواده نازلی را نسبت به ازدواجشان تغییر دهد. بنابراین تصمیم گرفت همراه با نازلی فرار کند. من که میدانستم ازدواجی که بدون موافقت خانواده صورت پذیرد به شکست میانجامد، با الهام از نقشه فرار آنها سخن گفتم. الهام جون، نازلی و شاهین میخوان امشب فرار کنند و کمی صبر کردم تا ببینم درباره این خبر چه واکنشی از خود نشان میدهد. گویی باور نمیکرد، شوکه شده بود. برای اینکه بداند من هم به ازدواج آنها راضی نیستم گفتم من هم مثل شما مخالف این ازدواج هستم، چون هم پسر من و هم دختر شما ناپخته و بی تجربه اند و آماده تشکیل زندگی مشترک نیستند. او هیچ نمی گفت و فقط گوش میداد. هنگامی که صحبتهایم به آخر رسید گفت خوشحالم که شما هم با من هم عقیده هستید و منو درک میکنید. ما چنان در صحبت غرق شده بودیم که متوجه نشدیم آتوسا همه گفتگوی ما رو شنیده و به گوش برادرش رسانده است. تا آمدیم به خود بجنبیم عروس و داماد از پنجره فرار کرده بودند. به طوری که فراموش کردن کیف نازلی با 4000 پوندی که شاهین از من گرفته بود به علاوه پاسپورت نازلی را به همراه ببرند. با خیانت به پسرم کینه‌اش را نسبت به خود عمیق‌تر کرده بودم. آن شب هر جایی را که می‌شناختم به همراه مهمانان سر کشیدم. اما در لندن، شهری به آن بزرگی، کجا باید پیدایشان می‌کردیم؟ گویی قطره آبی شده و در زمین فرو رفتند. من پس از ساعتی جستجو به خانه برگشتم، اما بقیه تا دمدمای صبح همچنان به جستجوی خود ادامه دادند.
و فقط هنگامی که از یافتن دخترشان قطع امید کردند خسته و مانده به خانه بازگشتند. با دیدن چهره رنجور الهام دلم به درد آمد و گفتم من آدرس محضر رو بلدم. بعد از خوردن صبحانه با هم به اونجا میریم. از آن طرف غافل از آن که علی از همه چیز خبر دارد قبل از ترک خانه به او زنگ زدم و همه ماجرا رو برایش تعریف کردم و از او خواستم تا خود را به دفترخانه مورد نظر برساند. ساعت 7 صبح به سوی دفتر ازدواج به راه افتادیم، اما از عروس و داماد هیچ خبری نبود. علی ساعت 10 صبح به اتفاق بچه‌ها به آنجا آمد و از خنده‌ای که بر لبانش نقش بسته بود حس دادم که در فرار عروس و داماد نقش داشته است. تا ساعت 1 بعد از ظهر در محل ماندیم و وقتی از زوج عاشق خبری نشد همگی خسته و نگران به خانه مراجعت کردیم. هرچه اصرار کردم تا مهمانان غذای خورده و استراحت کنند قبول نکردند و بدون کلامی لندن را به سوی خانه خواهرش در بیرمنگام ترک کردند. هنوز چند روزی از ماجرا نگذشته بود که شاهین و نازلی بیخبر از آن که بدانند چه بر سر پول و پاسپورتشان آمده به خانه بازگشتند و با دیدن کیف خالی نازلی خود را باختند و با ترشرویی و بدون ادای کلمه‌ای در خانه را محکم به هم کوبیدند و مرا با افکار آشفته‌ام تنها گذاشتند. اواخر ماه ژانویه شاهین زنگ زد و خونسرد همانند اینکه با غریبه‌ای به صحبت نشسته گفت ما می‌خواهیم فردا ازدواج کنیم. اگه دوست داری تو هم میتونی همراه بچه‌ها و علی بیا. من که نتوانسته بودم برای ازدواج شایان در کنارش باشم بدون در نظر گرفتن نتیجه کار با ذوق و شوق قبول کردم و به علی هم خبر دادم. روز بعد همگی رأس ساعت مقرر در دفترخانه حاضر شدیم. مراسم خیلی ساده در حضور ما و صاحبخانه شاهین و همسرش که به عنوان شهود عقد دعوت شده بودند برگزار شد. پس از پایان مراسم شاهین رو به من کرد و گفت مامان میتونیم امروز بیایم و با شما باشیم؟ من که هرگز گمان نمی کردم پسرم چنین درخواستی از من بکند از خود خواسته قبول کردم و همگی به سوی منزل حرکت کردیم. با ورود به خانه خوراکی تدارک دیدم و به جای رقص و پایکوبی و شادی خیلی رسمی همانند غریبه‌ها در سکوت نهار خوردیم. فضای خانه سرد و بیروح بود. هیچگونه حرفی برای گفتن نداشتیم چون به خوبی می‌دانستیم که فقط از روی اجبار کنار همدیگر نشستیم. روز ازدواج پسرم بود اما به جای شادی غم در چهره او و نوعروسش نقش بسته بود. شاید به آینده گنگ و مبهمی که با مخالفت خانواده شروع کرده بودند می‌اندیشیدند. آنها تا پاسی از شب با ما بودند و سپس بدون اینکه چیزی بگویند مرا تنها گذاشتند و رفتند. با این خیال که اگر در ایران بودیم در چنین حالی چه ذوق و شوقی خانه و محل را پر کرده بود. 2 ماه از آنان هیچ خبری نداشتم ولی آتوسا مرتب به دیدنشان میرفت و با آنها در تماس بود. روزی شاهین همراه همسرش به دیدنم آمد و این بار مهربان اما نگران و مضطرب به نظر می رسید. با احتیاط و شک و تردید گفت مامان صاحبخونه عذرمون رو خواسته اگه ممکنه برای مدتی بیاییم و پیش شما زندگی کنیم. با وجودی که می دانستم اشتباه بزرگی مرتکب می شوم اما قبول کردم چون پسرم بود و در زمان درماندگی به من پناه آورده بود. شاهین در تمام مدت سعی می‌کرد تا سدی که بین او و خانواده همسرش به وجود آمده بود از میان بردارد، اما تلاش او بیهوده و بی‌نتیجه بود چون تنها شرط خانواده برای بخشش نازلی جدایی زوج جوان بود. با این حال او هرگز مایوس نشد و در صدد پیوند دوباره روابط خانوادگی بود. در یکی از شب‌ها که طبق معمول هر شب داشت با الهام صحبت می‌کرد شنیدم که او گفت من شما را از مادر خودم بیشتر دوست دارم و حرف او چون تیری سهمناک بر قلبم نشست. با آنکه حال و هوای چشمانم ابری بود ولی اجازه ندادم تا ببارند. چند ماهی با همدیگر زندگی کردیم. انکار نمی کنم که آنها هیچ خلوتی از خود نداشتند و از این جهت خیلی ناراحت بودند.
علی که آن حال و هوا را با نگاهی حس کرده بود، از شاهین خواست در پی یافتن مکانی برای خود برآید و او که تا به آن روز بدان فکر نکرده بود، در جستجوی یافتن آپارتمانی در محل برآمد و به سرعت توانست چند بلوک آن طرفتر از ما آپارتمان یک خوابه پیدا و پس از یک هفته به آنجا نقل مکان کند. تا حد خیالم از بابت شاهین راحت شده بود، ولی چند روزی بود که تلفن زنگ می‌خورد و به محض آنکه گوشی را برمی‌داشتم قطع می‌شد. هرچند فکرم را کمی مشغول داشته بود، ولی چندان توجهی بدان نمی‌کردم. تا آنکه روزی دیگر با صدای زنگ گوشی را برداشتم. صدای بیگانه‌ای از آن سوی خط گفت: خانم گوشی، تلفن از راه دور دارید. چند ثانیه گوشی را در دستم نگاه داشته بودم که صدای او که میگفت الو الو رویا شنیدم. باورم نمیشد. حبیب بود. پس از 1 سال شماره‌ام را از کجا پیدا کرده بود؟ با شنیدن صدایش بند وجودم به لرزه درآمد و متعاقباً گوشی از دستم افتاد. هنوز صدای چندشاورش را از آن طرف خط میشنیدم. با اینکه فریادها در وجودم داشتم تا بر سرش آوار کنم، اما تماس را قطع کردم. تا مدتی از ترس آنکه مبادا او آن طرف خط باشد به هیچ تلفنی جواب نمیدادم. ماجرا را به شاهین گفتم و تعجب کردم هنگامی که از من خواست تا با او صحبت کنم و ببینم چه میخواهد. بی ربط هم نمیگفت. من نیز باید علت آن رفتار ناجوان مردانش را میفهمیدم. روز بعد از روی کنجکاوی با صدای زنگ تلفن گوشی را برداشتم. با شنیدن صدایش تمام خاطرات تلخ گذشته روبروی چشمانم زنده شد. خود را باخته بودم. دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم، اما صدا در گلویم خشکیده بود. به خود گفتم رویا، خودت رو نباز، یه چیزی بگو. به سختی تمام نیرویم را در یک جا جمع کردم و با شهامتی که در خود نمیدیدم گفتم حبیب، چطور بعد از 1 سال به یاد من افتادی؟ دیگه حاضر نیستم حتی 1 لحظه هم به چرندیات و دروغات گوش کنم. اصلا چرا بهم زنگ میزنی؟ میخوای بازم دروغ سرهم کنی و تحویلم بدی؟ میخوای بار دیگه احساساتم رو به بازی بگیری؟ اون همه وقت منتظرت موندم. برای 1 لحظه دیدنت سوختم و ساختم و در جواب به اون همه انتظار و وفاداری فقط دروغ و بی‌وفایی از تو دیدم. حالا پس از 1 سال اومدی که چی بشه؟ میخوای چی بگی؟ چی داری که بگی؟ او همه رو گوش کرد و پس از سکوتی طولانی گفت خواهش میکنم فقط گوش بده و گوشی رو قطع نکن. گذاشتم تا هرچه میخواهد بگوید، چون دیگر نه او و نه حرفهایش رو باور نمیکردم. با آنکه بی پرده بود، اما حنایش دیگر برایم رنگی نداشت و او همچنان داشت میگفت طبق قولی که داده بودم خانواده‌ام را سکنا دادم و در آخر هم از من خواست به اتفاق بچه‌ها به آمریکا بروم. در جوابش گفتم متاسفم، دیگر 1 کلمه از حرفات را هم باور ندارم، چون بهت اعتماد ندارم. پس از اون همه بدبختی روحی و روانی که دوچارم کردی، حالا ازم میخوای بیام آمریکا؟ اصلا از کجا معلوم که آمریکا باشی؟ او برای اثبات حرفش شماره تلفنش در سانفرانسیسکو را به من داد و گفت برای اینکه مطمئن بشی دروغ نمیگم با هم تماس بگیر. آنطور که شرح داده بود داشت با مشارکت 1 نفر دیگر سوپرمارکت بزرگی را در سانفرانسیسکو تأسیس میکرد. همسرش را طلاق داده بود و بچه‌ها هم با مادر خود در شهر دیگری زندگی میکردند. هر روز عصر با من تماس میگرفت. بر سر دوراهی مانده بودم، چون ذره‌ای به او اعتماد نداشتم و از سوی او دوباره داشت آتش عشق خاموش شده در قلبم را شعله‌ور میکرد. و از طرف دیگه علی با آن همه صداقت و مهربانی را در کنار خود میدیدم. مغزم اصلاً کار نمیکرد. در نهایت تصمیم گرفتم که حقیقت را به علی بگویم و از او کمک بگیرم. او پس از آن که با صبر و بردباری به حرفایم گوش داد به آشپزخانه رفت. لیوان آب برای خود ریخت و به اتاق نشیمن برگشت.
نصف آب لیوان را یکباره سر کشید و با خونسردی گفت من هیچ دخالتی نمی کنم، اما فقط ازت میخوام در این خصوص بیشتر فکر کنی. اگه میدونی با اون خوشبخت میشی خب برو و فکر منو هم نکن، چون هدفم خوشبختی توه. جرعه دیگر از آب نوشید و اضافه کرد فقط یک چیز ازت میپرسم. آیا میتونی بهش اعتماد کنی؟ راست میگفت. هنگامی که 2 سال و اندی را به پای حبیب مانده بودم در یک کفه ترازو و چند ماه آشناییم با علی رو در کفه دیگه قرار دادم، حس میکردم دل کندن از آن چند ماه زندگی برایم مشکل بود و مهمتر آن که دیگر هیچ اعتماد و احساسی نسبت به حبیب نداشتم. همه احساسات خوب و رقیق با رفتن او از بین رفته بود. به خود آمدم و با حبیب تماس گرفتم و قاطعانه گفتم حبیب، اگرچه حرفات بازم قشنگ و گیراست ولی دیگه خیلی دیر شده. او حرفم رو قطع کرد و گفت اما رویا. امانش ندادم و با تحکم گفتم اما چی؟ من هر فرصتی رو که میشد برای با هم بودنمون به تو دادم، اما تو هرگز اون همه گذشت رو ندیدی و همه چیز رو خراب کردی. باورم نمیشد این من بودم که قاطع و استوار با او صحبت میکردم، چون این دفعه صحبت از من و آنچه من میخواستم بود، نه آنچه او میخواست. نفسی تازه کردم و در ادامه اضافه نمودم حالا هم مثل گذشته هیچ صداقتی در حرفات حس نمی کنم. او که فکر میکرد رویا هنوز هم همان زن ضعیفی است که با یک اشاره به سویش میدوید، با پاسخی که گرفته بود سکوت کرد. به وضوح می توانستم از راه دور صورتش را با همان حالت کریه و چندشاورش ببینم. او که متوجه شده بود هر گونه اصراری بیهوده خواهد بود، بهانه سرهم نموده و با عجله خداحافظی کرد. اگرچه جواب منفی به او داده بودم، اما از ترس آن که مجددا زنگ بزند و با احساساتم بازی کند، شماره تلفنم رو برای چندمین بار تغییر دادم و از مخابراتم خواستم به هیچ عنوان شماره‌ام رو به کسی ندهد. با خیال آسوده و با تکیه به وجود علی به زندگی ادامه میدادم، اما ای کاش می توانستم چنین آرامشی از طرف فرزندانم هم داشته باشم. آتوسا بیشتر اوقاتش را با نازلی می‌گذراند و عصر هنگام شاهین که از سر کار برمیگشت همگی به خانه ما می‌آمدند و تا پاسی از شب با ما می‌ماندند. همیشه حس می‌کردم جایی برای من در گروه آنها وجود ندارد، چون گاهی اوقات که به اصرار نازلی به دیدنشان می‌رفتم با سردی و بیمهری پسرم روبرو می‌شدم و دست از پا دراستر به خانه برمیگشتم. اگرچه رفتار شاهین باعث ناراحتی من میشد، اما با همه وجود خوشحال بودم که زندگی پسرم سر و سامان گرفته است. نازلی کم کم روی آتوسا اثر گذاشته و توانسته بود اعتمادش را به خود جلب کند و او که تحت تاثیر محبت‌های دروغین نازلی قرار گرفته بود، سفره اسرار زندگی مرا بار دیگر برای بیگانه باز کرده بود. این دلیلی بود تا اختلافات و مشاجرات میان من و دخترم شدت بیشتری بگیرد. او سعی میکرد از هر فرصتی استفاده کند و مرا بکوبد و از پای درآورد. در پایان هر مشاجره هم به خانه برادرش پناه میبرد و پس از ساعاتی خشمگین‌تر از همیشه به خانه برمیگشت. ابتدا من بیخبر از همه جا خوشحال بودم که دخترم پناهی برای فرار از خانه یافته است، تا آنکه روزی شاهین مرا صدا زد و گفت مامان، آتوسا همه چیز رو در مورد مسعود به نازلی گفته. با شنیدن آنچه شاهین میگفت آسمان بر سرم خراب شد. فکر اینکه چرا باید دخترم همه رازهای زندگی مادرش رو بار دیگر و با وجود تجربه تلخ قبلی برای غریبه‌ای که کوچکترین آشنایی و شناختی در موردش نداشتیم بازگو کند، مرا به مرز جنون کشانید. آخر چرا جگرگوشه‌هایم باید گذشته تاریکی را که از آن گریزان بودم برای دیگران واگو می‌کردند؟ مگر کمی کاستی برایشان گذاشته بودم که داشتن از من انتقام می‌گرفتند؟ تا آنجا که ممکن بود برای برطرف کردن کمبودهای زندگیشان از هیچ کوششی دریغ نکرده بودم، اما ظاهراً هرچه بیشتر کوشیده بودم
کمتر نتیجه مفیدی عایدم شده بود. هنگامی که موضوع رو با آتوسا در میان گذاشتم، او همه را انکار و اظهار بی‌اطلاعی کرد و در آخر هم همه را گردن برادرش انداخت. کاسه صبرم لبریز شده بود. بدون درنگ گوشی را برداشتم و شماره محل کار شاهین را گرفتم و از او واقعیت ماجرا را جویا شدم. او خیلی خونسرد بدون هیچ شرمی گفت: من چیزی به نازلی نگفتم، نه به خاطر تو، بلکه به خاطر اینکه نمیخواستم نازلی این لکه ننگ رو هر بار به سرم بکوبه، چون توف سربالاست. چه میشنیدم؟ لکه ننگ؟ توف سربالا؟ احمقانه بار دیگر به او حق دادم و در سکوت به فکر فرو رفته بودم. آیا بالاخره روزی خواهد رسید تا فرزندانم مرا بفهمند و درک کنند و گذشته‌ام رو بر سرم آوار نکنند؟ در این افکار غوطه‌ور بودم که صدای شاهین مرا به خود آورد. به همین خاطر عصر که اومدم اونجا بهت ثابت میکنم. با علی تماس گرفتم و همه چیز رو به او گفتم. او در حالی که سعی میکرد آرامم کند گفت: رویا، اگر کوتاه بیای برای همیشه باختی. سرت رو بالا بگیر و بگو هر کاری کردم حق داشتم و به کسی ربط نداره. گوشی رو گذاشتم و سراغ آتوسا رفتم و از او خواستم صادقانه حقیقت رو به من بگوید. او با گریه قسم میخورد که نازلی او را فریب داده و همه چیز را از زیر زبانش بیرون کشیده و اضافه کرد که شاهین هم در این امر بی تقصیر نبوده است. بار دیگر در مقابل زندگی و مشکلاتش احساس ناتوانی و درماندگی میکردم. تا کی باید زجر و شکنجه یک جبر را که از اوان زندگیم بر من تحمیل شده بود تحمل کنم؟ تا کی باید سرکوفت و نکوهش و نگاه‌های نفرتبار، گرفتن و به دست آوردن حقی که باید می‌داشتم و از ابتدا از من سلب شده بود رو تحمل کنم؟ آن هم از سوی فرزندانی که بخش بزرگی از زندگی، عمر و جوانی و احساساتم رو به اونها هدیه داده بودم و در سالهای عدم درک مهر و محبتی که مانند هر فرد انسانی بدان نیاز داشتم، این احساسات رقیق و لطیف را از وجودم برای اونها صرف کردم و از اونها دریغ ننمودم. کی میخوان تا به این درک برسن؟ آیا فقط دریافت احساسات خوش و نیک برای خود اونها بود و دیگران حقی نداشتن؟ حوالی عصر شاهین و همسرش طبق معمول هر روز به آنجا آمدند. آتوسا از ترس و یا شاید از روی خجالت خود را به خواب زده بود. خیلی سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم، اما موفق نشدم و بنای داد و فریاد را گذاشتم و گفتم هر کاری کردم حقم بوده و به آن افتخار میکنم. گریه امانم رو بریده بود و در حالی که حق حق میکردم ادامه دادم: اون چه من در گذشته انجام دادم به کسی هیچ ربطی نداره. هیچ فردی هم نمیتونه به خاطر اونا به من بتازه و اسلحه‌ای ازشون بسازه و بهم شلیک کنه. آنها که دریافته بودن با پذیرفتن آنچه را که آنان ننگ مینامیدند جایی برای ماندن نیست، بلافاصله و بدون خداحافظی پا به فرار گذاشتند. پس از آن تصمیم گرفتم برای همیشه قید پسرم را بزنم. آنها در ظاهر نتوانسته بودند گزندی به من وارد آورند، اما پس از اتفاقات آن روز دچار افسردگی شدید شدم. با علی به شدت دعوا می‌کردم و با فریاد او را مقصر می‌دانستم و سرزنش می‌کردم و می‌گفتم اگه اون شب اونا رو فراری نمیدادی و اگه توصیه نمی‌کردی در نزدیکی من خونه پیدا کنن، این ماجراها هرگز اتفاق نمی‌افتاد. با این همه اون مرا تنها نمی‌گذاشت. افکار گوناگون ذهنم را آزار می‌دادند. در آن لحظات احساس می‌کردم اگر اسلحه‌ای در اختیار داشتم آن دو را می‌کشتم. بارها خوانده بودم که جنون آنی می‌تواند از انسان قاتلی بالفطره بسازد و همیشه این قضیه برای من جای سوال بود که چگونه، مگر امکان دارد؟ فکر می‌کردم برای کشتن کسی از قبل طرح و برنامه لازم است. باور نمی‌کردم حالا خود به آن مرحله از جنون رسیده بودم که می توانستم در کمال خونسردی آدم بکشم، آن هم جگرگوشه‌هایم را. وقتی این افکار و احساساتم را با علی در میان نهادم، او پرستاری برای بچه‌ها و همسرش گرفت
و برای 1 هفته شبها نزد من ماند. سرانجام پس از گذشت چند ماه به سختی توانستم بهبودی روحی روانی خود را بازیابم. من که همیشه عاشق یادگیری بودم، تصمیم گرفتم بار دیگر دنبال درس و تحصیلم را بگیرم و آن دم بود که احساس گرم و شیرینی از تصور نشستن روی صندلی کلاس به من دست داد. اما چگونه؟ راه دانشگاه از کدام طرف بود؟ آیا می توانستم با مدرکی که از ایران با خود آورده بودم به دانشگاه وارد شوم؟ پس از تحقیق و بررسی بسیار دریافتم پیش از ورود به دانشگاه میبایست کلاس‌های زبان پیشرفته ایسول و پس از آن 1 سال دوره اکسس را که نوعی پیش دانشگاهی برای بزرگسالان بود به پایان برسانم. در یکی از کالج‌های نزدیک در کلاس‌های شبانه ایسول ثبت نام کردم، ولی چون شاهین پس از آن ماجرای اخیر از پرداخت قسط وامش سرباز زده و در نتیجه فشار مالی مضاعفی بر من وارد شده بود، روزها همچنان در فروشگاه به کار مشغول بودم و شبها در کلاس‌هایم شرکت می‌کردم. روزی پس از پایان کار به خانه برمیگشتم که پس از مدت‌ها شاهین را همراه همسرش دیدم. با وجود آنکه علی از من خواسته بود تا اگر آنها را دیدم بی‌اعتنا باشم و از صحبت با آن دو حذر کنم، اما هنگامی که دیدم هر دو بیخیال از فتنه‌هایی که به پا کرده و آرامشم را برهم زده بودند قدم میزنند، به سویشان رفتم و با عصبانیت رو به شاهین کردم و گفتم چرا قسط وامی را که یکی دیگه خورده و برده رو نمیدی؟ نازلی با دیدن من پا به فرار گذاشت و شاهین هم که جوابی نداشت قصد گریختن داشت که دستش رو گرفتم. او ضربه به من زد که بر روی زمین افتادم. با ناباوری از روی زمین بلند شدم و گریان و دل شکسته تر از پیش به خانه برگشتم. پاسی از شب گذشته بود. ذرات وجودم، روح و قلبم زخم خورده بودند و مانند ماری زخمی در خود میپیچیدم که صدای زنگ در به صدا درآمد. تعجب کردم چون کسی را نداشتم که آن هنگام شب به ملاقات من بیاید. با بی‌حوصلگی به طرف در رفتم تا در را باز کنم. 2 مأمور یونیفرم پوش پلیس را روبروی خود دیدم. من که هیچ نمیدانستم پلیس به چه منظوری در آن موقع شب به سراغم آمده است، آنها را به اتاق نشیمن راهنمایی کردم. پس از آن که روی کاناپه قرار گرفتن، یکی از آنها که خانم جوانی بود دفتر یادداشتی از کیف خود خارج و شروع به پرسیدن کرد. شاهین چه نسبتی با شما داره؟ مبهوت و بیخبر از همه جا گفتم پسرمه. نگاهی به من انداخت و گفت او از شما شکایت کرده که مزاحم او و همسرش شدید. دود از سرم بلند شده بود. شاهین بیشرمانه از من به پلیس شکایت کرده بود. با شنیدن آنچه او میگفت اشک چشمانم را پوشاند و با درد و غمی که صدایم را در بر گرفته بود رو به او کردم و گفتم این من هستم که باید از او شکایت بکنم. اما او حرفم را قطع کرد و گفت گوش کنید خانم، ما اینجا هستیم تا بهتون اخطار کنیم دیگه مزاحم اونا نشید وگرنه از نظر قانونی براتون مشکل ایجاد خواهد شد. درمانده و سرخورده زیر برگه‌ای که مقصر آن کس دیگری بود امضا کردم و به این ترتیب تعهد دادم تا کاری به کار آن دو نداشته باشم و از پولی که از من دزدیده بودند بگذرم. کارم به جای رسیده بود که جگرگوشه و پاره تنم از من نزد پلیس شکایت کرده بود. با ضربه‌ای که شاهین به من زده بود و بالاتر از همه شکایت کردنش همه رشته‌های مودت و محبت از هم گسسته شد. مهر مادر و فرزندی را از دلم بیرون کردم و تصمیم گرفتم برای همیشه آنها را به فراموشی بسپارم. چه راست گفتند که از ماست که بر ماست. تا آن روز همه تلاشم آن بود که از غریبه ها دوری کنم تا شاید از شر و آفت آنها در امان باشم، اما غافل از آن که جگرگوشم از هر دشمنی به من دشمن‌تر بود. در مورد یافتن راه و روشی برای برقراری رابطه پر از مهر و محبت با شاهین به آخر خط رسیده بودم. ولی با تمام درد و رنجی که مرا در خود می‌فشرد صلاح ندانستم نسبت به آن قضیه به علی چیزی بگویم و برام بودم تا خود بر این مصیبت فائق شوم.
نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوفت. بخش 25. avayabooth.com. شادی و غم در کنار هم نصیبم شد. فوریه سال 2004 بود و یک ماهی بیشتر به نوروز نمانده بود. داشتم خود رو برای رفتن به سر کار آماده می کردم که زنگ تلفن به صدا درآمد. صدای شایان را از آن سوی خط شنیدم. پس از سلام و احوالپرسی گفت: مامان 2 خبر خوش برات دارم و از بس خوشحالم نمیدونم کدومشون رو اول بهت بگم. با ذوق و شوق تمام گفتم: خوش خبر باشی، هر کدوم رو گفتی خوبه. او با هیجان وصف ناپذیری انگاری که بلیت بخت آزمایی رو برنده شده باشد ادامه داد: خبر اول اینه که پس از مدت‌ها جستجو بالاخره موفق شدم به عنوان پستچی توی اداره پست شهرمون استخدام بشم. اگرچه میدانستم این شغل برازنده او نیست، اما پیدا کردن کار دولتی برای ما به منزله همون بردن بلیت بخت آزمایی بود. در هر خاک بیگانه‌ای فقط میبایست نقطه پیوندی بیابی، حتی اگر نقطه زیر صفر و پوچی باشد، اما با پشتکار و زرنگی میتوانی از همان نیز تکیهگاهی برای صعود خود ساخته و خود را بالا بکشی. با شادی وسط حرفش پریدم و گفتم: شاد باش میگم، با اراده و پشتکاری که در وجودت میدیدم میدونستم بالاخره شغلی پیدا میکنی. خوشحالی در صدایش موج میزد. و اما خبر بعدی اینی که 1 هفته بعد از نوروز به اتفاق ژانت و مادرش به لندن میاییم. این یکی را اصلاً باور نمیکردم. فریادی از شادی برکشیدم و گفتم: شایان شوخی که نمی کنی. باور کن همه کارهای اقامتم درست شده و میتونم هر کجای دنیا که خواستم به سفر برم و تصمیم گرفتم اولین سفرم رو به دیدن تو بیام عزیز دلم. از شادی پشت تلفن به حق حق افتاده بودم. گفتم: این بهترین خبریه که طی این سالا شنیدم. او که به همراه من به گریه افتاده بود گفت: خب مامان، تا نوروزی که بهترین نوروز زندگیمون خواهد بود، خدا نگهدار. پس از چند سال دوری دوباره می توانستم پسرم رو ببینم و این بار او دیگر تنها نبود. با یک عالمه فکر و خیال خوش برای روز دیدار از جا برخاستم و به مغازه رفتم. چند روزی به جشن نوروز باقی مانده بود که صدای زنگ در خانه به صدا درآمد. آن را باز کردم و با ناباوری شاهین را دیدم که روی زمین چنباتمه زده و مثل ابر بهاری گریه می کند. با دیدن من گفت: خواهش میکنم بذار بیام تو. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده است، اما هرچه بود بدطوری روی او اثر گذاشته بود. زیر بغلش را گرفتم و او را به درون اتاق بردم. به محض اینکه روی مبل جای گرفت با شدت بیشتری زد زیر گریه و گفت: نازلی رفت، ترکم کرد. از پارچه آبی که روی میز بود لیوانی آب برایش ریختم و پس از آن که با اصرار جرعه نوشید با بغضی از درون گفت: پس از سعی و تلاش زیاد تونستم رابطه همسرم با خانواده‌اش رو خوب و پیوندشون رو دوباره برقرار کنم. پس از گذشت چند ماه مادرش از او خواست تا به دیدنش بره و من با شادی زیاد برای 1 ماه اون رو راهی دانمارک کردم. نازلی اوایل هر روز با من در تماس بود، ولی کم کم به جای نازلی مادرش تلفن‌ها رو جواب میداد و هر بار سراغ همسرم رو میگرفتم یه بهانه‌ای تحویلم میداد. با این حال منتظر موندم تا 1 ماه تمام بشه و نازلی به لندن برگرده. 1 ماه گذشت و روز موعود به خیال اینکه اون به خونه و پیش من برمیگرده با بی‌صبری به استقبالش به فرودگاه دویدم. چندین ساعت منتظرش موندم ولی خبری ازش نشد. فهمیدم که دیگه هرگز نمیاد. درمونده و دل شکسته تک و تنها به خونه برگشتم. خونه که رسیدم با خالش در بیرمنگام تماس گرفتم، اما اون آب پاکی رو روی دستم ریخت و با پرخاش به من گفت که دیگه با او تماس نگیرم چون نازلی تقاضای طلاق کرده.
شایان که دیگر ناو و نفس حرف زدن نداشت زار زار شروع به گریستن کرد. آن روز با وجود اینکه پسرم به من احتیاج داشت ولی از ترس آسیب و گزندی دوباره او را از خود راندم و فقط به او گفتم باید مرد باشی چون من هیچ کاری نمیتونم برات انجام بدم. فقط اینو بدون که به پای چنین زنی اشک ریختن حماقت محضه. خیلی دلم میخواست او رو در آغوش میگرفتم و مانند روزهایی که او به من کمک کرد تا دوری و نامردی حبیب رو به راحتی تحمل کنم به یاریش بشتابم. اما همه وجودم از این کار باز ایستاد و مرا نیز از این کار باز داشت. وحشت از ضربه دیگر مرا بران داشت تا او را پاره تنم را که هنوز عاشقش بودم از خود برانم. با آنکه با همه وجود از من طلب بخشش میکرد اما نتوانستم مرهمی برای قلب شکستش باشم. پس از آنکه با ناامیدی مرا ترک کرد برای شکسته شدنش بسیار گریستم. بغض و کینه ها از من و پسرم دو بیگانه ساخته بود. نوروز بار دیگر در غربت بدون سر و صدا و پاورچین حضورش را اعلام میکرد. چند روز پس از تحویل سال شایان به جمع کوچک ما پیوست. روز ورود شاهین به استقبالش به فرودگاه رفت و او و همسرش را به خانه آورد و با اینکه میدانست دیگر جایی نزد من ندارد ولی این پا و آن پا میکرد تا او را به خانه دعوت کنم. من در کمال سنگدلی به او اهمیتی ندادم و او که بی‌اعتنایی‌ام را دید ترجیح داد ما را به حال خود گذاشته و به آپارتمان کوچک خودش پناه ببرد. بار دیگر از اینکه پسرم از مادرش رانده میشد دلم شکسته بود. با این حال آماده بخشیدنش نبودم چون هر زمان به او فکر میکردم سوزش نیشهایش بند وجودم را به درد می آورد. من و شایان که پس از چند سال به هم رسیده بودیم همدیگر را در آغوش گرفته بودیم و با صدای بلند می گریستیم به طوری که بقیه نیز به همراه ما اشک می ریختند. در آن جمع کوچک فقط من و او بودیم که دلیل و ارزش آن گریه ها را می دانستیم. گریه از ناباوری به هم رسیدن، از سختی هایی که در غربت کشیده بودیم، از امیدهای روشن به آینده مبهم و نامعلوم. ما رانده شدگانی بودیم که در میهن خود جایی برای زندگی و در غربتی که پا بدان گذاشته بودیم امیدی به ماندن نداشتیم. نوروز آن سال برایم شادی و غم به همراه آورد. شادی از اینکه یکی از پسرانم را پس از چند سال دوری در کنار خود داشتم و غمگین از بابت آنکه دیگری را برای همیشه از دست داده بودم. این فراق و جدایی وجودم را با آتش می‌کشید. شایان خیلی سعی کرد تا کینه ها را از دل من بشوید و ما را با هم آشتی دهد. اما هنوز آماده نبودم. قهر و کینه سراسر وجودم را پر کرده بود و هرگز فکر نمی‌کردم روزی بتوانم این همه کینه را به فراموشی سپرده و او را ببخشم. اگرچه در عین حال فقدان او در جمع کوچک ما قلبم را می‌آزرد. می‌اندیشیدم اگر او را به خود فرا بخوانم در آن حالی که از بیاد آوردن خیانتش وجودم از درد متشنج و روانم به شدت پریشان میشد، باز شاید نتوانم شکیبایی پیش بگیرم و به کوچکترین موردی بر او بتازم و اوضاع از این نیز بدتر و آشفته تر گردد. علیرغم تمام سعی و تلاشی که کرده بودم تا برای شایان سنگ تمام بگذارم، روزی سر میز صبحانه در حالی که چشمانش از اشک پر شده بود بدون هیچ عذر و بهانه‌ای رو به من کرد و با پرخاش گفت من میخواستم ایران بمونم اما تو نذاشتی و برای همین آواره شدم. میدانستم دلش از مهاجرت، از بیگانه بودن و از مشکلات آوارگی بسیار پر و رنجور است و به همین خاطر در مقابل شکوه‌های او سکوت کردم و اجازه دادم تا بغضش را بر سرم خالی کند. او گفت و من سنگ صبورش شدم. همه را شنیدم و چیزی نگفتم. پس از آنکه عقده‌هایش را خوب خالی کرد از جا بلند شد و به طرفم آمد و با بوسه‌ای همه را از دلم بیرون آورد. آنها 1 هفته در خانه من بودند و پس از آن به شهرشان برگشتند. چند هفته پس از بازگشت لبانش آبستن خبر خوش دیگری بود تا از پشت تلفن بشکفد و نمایان سازد. مامان قراره برم دانشگاه.
به تصور آنکه شوخی می‌کند خندیدم، اما او آن را به طوری جدی و دوباره تکرار کرد که به باورم نشست. شایان گفت ظاهراً پس از آنکه شرکت پست به جدیت و پشتکارش پی برده بود، برای ادامه تحصیل در رشته مدیریت فروش به او بورسیه تحصیلی داده و قرار بود تا چند هفته دیگر در یکی از دانشگاه شهرش به تحصیل بپردازد. ماه‌ها از روزی که شاهین را با آن وضع و حال دیدم گذشته بود و به قدری مشغول کار و درس بودم که اصلا وقت آن را نداشتم که به او فکر کنم. تا سال بعد هیچ خبری از او نداشتم. انگار تمام رشته‌های بینمان برای همیشه گسسته شده بود. سال 2004 شروع شده بود و روی هم رفته آرامشی نسبی که در حیات خود به دنبالش بودم پیدا کرده بودم. اما باز ابری سیاه در آسمان زندگی من داشت نمایان میشد. ابری که قران‌تر از هر طوفانی به سرعت داشت به سویم می آمد. با شروع سال جدید اجاره خانه‌ام افزایش پیدا کرده بود و شهرداری که تا آن روز اجاره را پرداخت می‌کرد از پذیرش ما با تفاوت آن خودداری نمود. صاحب خانه هر چند ماه یک بار برایم نامه می‌فرستاد و مابقی اجاره‌اش را طلب می‌کرد و چون هرگز فکر نمی‌کردم کسی بتواند مرا از خانه‌ام بیرون کند، از روی حماقت و به توصیه علی هیچ کدام از آن نامه‌ها را جدی نمی‌گرفتم. آپارتمانی که در آن زندگی می‌کردم مسکنی موقتی بود و من باید بلافاصله پس از تحویل گرفتن آن برای دریافت مسکن دائمی اقدام می‌کردم. اما آرامش محیط زندگیم چنان مسحورم کرده بود که حتی اگر خانه دیگری را به من می‌دادند، برای یک لحظه هم به فکر نقل مکان نمی‌افتادم. من احمقانه و به جای بردن و نشان دادن آن نامه‌ها به مسئولین اداره مسکن و درخواست خانه دائمی، همانند کبکی که سرش را در برف فرو کرده باشد، خود را به نادانی زده بودم و اهمیتی به آنها نمی‌دادم. تا آنکه نامه‌ای از طرف دادگاه به دستم رسید مبنی بر اینکه باید در ماه دسامبر در دادگاه حاضر شده و اگر ادله مبنی بر حقانیت خود دارم اعلام و از آن دفاع کنم. با پیشنهاد علی و به امید آنکه شهرداری مسکن فعلی مرا به عنوان مسکن همیشگی در اختیارم بگذارد، نامه را به شهرداری بردم. خانم سوچی که مسئول پرونده اسکاندهی من بود، با دیدن آن گفت با این نامه کاری نمی شود انجام داد. باید صبر کنی تا حکم تخلیه منزل از دادگاه به دستت برسد. تا آن زمان 4 ماه مانده بود. صرف نظر از همه مشکلی که با آن دست به گریبان بودم، با پر کردن فرم‌های مخصوص اخذ پاسپورت و ارسال آن به دایره مربوطه، اقدام به تهیه پاسپورت برای خود و بچه‌ها کردم. نام کتاب رویا، بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوفت، avayabooth.com. ورود به دانشگاه و بیخانمانی. با شروع ماه سپتامبر و پشت سر گذاشتن آزمون ورودی کلاس‌های اکسس به آن دوره راه یافتم. خوشحال بودم که به گامی دیگر برای دستیابی به آینده روشن برای خود و خانوادم نزدیکتر شدم. کلاس‌ها تمام وقت بود و فرصت دیگری برای کار در فروشگاه برایم باقی نمی‌گذاشت. بنابراین از کارم دست کشیدم. در آن دوره فقط چند نفر شرکت داشتند که همگی یا پناهنده یا مهاجر بودند. آن کلاس 4 موضوع درسی را پوشش می‌داد. درک مطلب که در ابتدا میبایست به مطلبی که از نوار مکالمه‌ای پخش میشد گوش میکردیم و سپس در موردش صحبت نموده و به پرسش‌های مربوطه پاسخ میدادیم. اوایل تمیز دادن جملات و کلمات مشکل به نظر می رسید، اما به مرور زمان تشخیص آنها برایم آسان‌تر شد. موضوع دیگر نگارش بود، به این ترتیب که مطلبی به ما ارائه می شد و ما باید آن را تجزیه و تحلیل می کردیم و روی کاغذ می آوردیم. کلاس دیگرم مکالمه بود که پس از تحقیق و مطالعه در مورد موضوعی باید
در برابر دیگر دانش آموزان می ایستادیم و برای 4 تا 6 دقیقه در مورد آن صحبت می نمودیم. من با همه نفرتی که از شیرین عبادی داشتم در مورد او و جایزه صلحی که دریافت کرده بود داد سخن سر دادم. نفرت من از وی از آنجا سرچشمه می گرفت که در شب اهدای جایزه صلح با آنکه فرصت داشت تا دنیا را از آنچه در سرزمینم می‌گذشت آگاه کند، اما لب از سخن فرو بست و هیچ چیز نگفت. موضوع درس دیگر آموزش کامپیوتر بود. هنوز 2-3 ماه از شروع دوره نگذشته بود که با کمک ابوت معلم نگارش فرمی برای ورود به دانشگاه پر کردم و به یوکس که نقش واسطه و میانجی را بین دانشگاه و متقاضیان ایفا می‌کرد فرستادم. همه این کارها را با ذوق و شعف وصف ناپذیری انجام می‌دادم. 4 ماه به چشم برهم زدنی سپری شد. زمان دادگاه سر رسیده بود و من به خیال آنکه می‌توانم صحبت و یا دفاعی از خود داشته باشم در دادگاه حاضر شدم. اما قاضی دادگاه بدون اینکه فرصت توضیح و دفاع به من بدهد پرسید: آیا قبول می‌کنی که به صاحب خانه‌ات بدهکاری؟ من اتهام وارده را قبول کردم و قاضی حکم داد تا ظرف 6 ماه خانه را تخلیه کنم. روز بعد حکم دادگاه را به شهرداری بردم و به خانم سوچی دادم. او سفارش کرد که باید به طور جدی از میان مجلات مخصوصی که شهرداری هر ماه 1 بار منتشر می‌کرد برای گرفتن منزلی دائمی اقدام کنم. این نوع مجلات لیست خانه‌ها و مسکن‌هایی را که شهرداری در دسترس داشت در اختیار بیخانمان‌ها قرار می‌داد و هر ماه اجازه داشتیم برای 3 خانه درخواست بدهیم و اگر شهرداری موافقت می‌کرد و در صورتی که واجد شرایط بودیم می‌توانستیم آنها را ببینیم و از بینشان یکی را به عنوان مسکن خود انتخاب کنیم. هنگام خداحافظی او قول داد که به علت موقعیت اضطراری من هرچه زودتر منزلی برایم پیدا کند و در ضمن خاطر نشان نمود: فراموش نکنید که چون وضعیت شما اضطراری هست، تنها 1 مسکن به شما پیشنهاد خواهد شد و شما حق هیچ گونه اعتراضی در مورد آن نخواهید داشت. این بدان معنا بود که شهرداری هر جایی برای من در نظر بگیرد باید با چشم بسته قبول نمایم. سال 2005 آغاز شده و چند روزی به نوروز باقی مانده بود که شایان بار دیگر همراه با همسرش به دیدنم آمد. روز 2 فروردین ماه بود که نامه‌ای از طرف شهرداری به دستم رسید. با خوشحالی آن را باز کردم و خواندم. ظاهراً خبر خوشی بود، چون به من آپارتمانی 3 اتاق خوابه پیشنهاد داده بودند و تا 2 روز بعد می توانستم کلیدش را تحویل بگیرم. با خوشحالی هرچه تمام‌تر به علی زنگ زدم و متن نامه را برایش خواندم. او بعد از ظهر به دیدنم آمد و همراه شایان و همسرش صرفاً و فقط به خاطر آنکه با محل آشنا شویم به سوی آنجا حرکت کردیم. با دیدن محل زندگی آیندم هرچه از امیدی که داشتم به یأس مبدل شد، زیرا آن مکان با محل زندگی فعلی من زمین تا آسمان تفاوت داشت. دانستم که همه همراهانم نیز با من هم عقیده هستند، چون همگی سکوت کرده بودند. هیچ کس هم پیاده نشد تا حتی محل را نگاه و برانداز کند. آپارتمان پیشنهادی در طبقه 5 ساختمانی کهنه و فرسوده قرار داشت. برای دقایقی در ماشین نشستم و فکر می‌کردم، اما میبایست کاری بجز نشستن و فکر کردن انجام میدادم. چاره‌ای هم نداشتم. پس به علی گفتم پیاده شو، باید داخل مجموعه را هم ببینم. پیاده شدیم و چون در ورودی عمارت باز بود برای سرکشی به درون رفتیم. آنجا به قدر کثیف و بدبو بود که نزدیک بود بالا بیاورم. بوی تعفن و ادرار و بوی دیگری که علی گفت بوی حشیش است فضای ساختمان را پر کرده بود. در حالی که هر دو با دستمال بینی خود را پوشانده بودیم به طبقه 5 رفتیم تا اگر در آپارتمان باز باشد داخل آن را هم ببینیم. ولی قفل و بسته بود. معلوم بود آپارتمان در دست تعمیر و نقاشی بوده است، چون بوی رنگ همه طبقه را پر کرده بود. من که آرزو داشتم دختر و پسرم را به دانشگاه بفرستم، با نقل مکان به آنجا نه تنها حسرت دانشگاه رفتن آنها را با خود به گور می بردم، بلکه باید شاهد تباهی و نابودیشان هم می بودم. با نومیدی آنجا را ترک کردیم و راهی خانه شدیم. در راه علی گفت
اگر میلیون‌ها پوند هم به من بدن حاضر به اومدن به این محل نمی‌شدم. شایان نیز با او موافق بود. وقتی به خانه رسیدیم از شرایط محل و خانه جدیدمان به آتوسا گفتیم و او به شدت بنای مخالفت را گذاشت و با گریه و التماس از من خواست به آنجا نرویم. سرانجام پس از سبک و سنگین کردن مسئله از تحویل گرفتن آن مکان صرف نظر و در اولین فرصت با خانم سوچی تماس گرفتم و مخالفتم را ابراز کردم. او گفت میدونید که دیگه به شما مسکنی داده نمیشه و باید جایی رو که فعلا زندگی میکنید ترک کنید. اون وقت در به در و بی خانمان میشین. جواب دادم بله همه رو میدونم ولی حاضر نیستم حتی برای 1 ساعت هم اونجا زندگی کنم. زمانی که لجبازی و سماجت مرا دید گفت حداقل به فکر بچه‌هایت باش. با قاطعیت گفتم این کار رو فقط به خاطر اونا دارم میکنم. او که متوجه شده بود به هیچ وجه نمیتواند تصمیم مرا تغییر دهد، همانند پلیسی که مجرمی را دستگیر کرده و حق و حقوقش را برایش میخوانند، با لحنی جدی به من اخطار داد. شما خودتون مسبب بیخانمانی خودتون هستید و اسمتون به مدت 1 سال از لیست شهرداری حذف میشه و ما دیگه هیچ مسئولیتی در قبال اسکان شما نداریم. بدین ترتیب من خود و خانوادم را رسما آواره کرده بودم. با این حال دست از تلاش نکشیدم و در صدد برآمدم تا خانه بهتری بگیرم، اما شهرداری هیچ فرصت دیگری را به من نمیداد و دلیلش آن بود که خودم باعث این وضعیت شده بودم. با وجود اینکه سال جدید مشکلاتی برایم به ارمغان آورده بود، پیام‌آور شادی و نوید نیز بود، زیرا توانسته بودم از چند دانشگاه به شرط به دست آوردن میانگین قبولی در امتحانات ماه جون پذیرش بگیرم. امیدی تازه نسبت به داشتن آینده بهتر در درونم جان گرفته بود. فکر و نگرانی بیخانمانی و در به در شدن در آینده و اینکه چه بلایی بر سرم خواهد آمد از خاطرم پر کشیده بود و به خود گفتم رویا، حالا که داری در این خونه زندگی میکنی و تا زمان اخراج و آوارگیت چند ماه دیگه مونده، پس سعی کن حداکثر استفاده رو از خبر خوشی که دریافت کردی ببری و خودتو برای قبولی در امتحانات آماده کنی. من که به محل زندگیم دل بسته بودم و فکر نمی کردم کسی بتواند مرا از اینجا بیرون کند، نزدیکترین دانشگاه به منزلم را انتخاب کردم و درخواست خود را برای آنجا فرستادم. انتظارم دیری نپایید و پس از 2 هفته نامه‌ای از دانشگاه مذکور دریافت کردم که برای انجام مصاحبه دعوت شده بودم. نزدیک به زمان مصاحبه در اثر فشارها و نگرانی‌های وارده، با وجودی که سعی می‌کردم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشم، تبخال‌های بسیار بزرگ و بیریختی دور لبانم سبز شده و تا جای پیش رفت که حتی درون بینی و اطراف آن را نیز پر کرده بود. گاهی اوقات احساس می‌کردم شبیه میمونی شدم. گاهی اوقات نیز حس می‌کردم به پرنده‌ای زشت و نکره تبدیل شده و نوک درآوردم. اما حتی ظاهر زشتم نیز نتوانست مرا از ادامه کار باز دارد و در روز موعود در محل مصاحبه حاضر شدم. آن گفت و شنود را که در مورد سابقه تحصیلی و هدفم از تحصیل بود به خوبی به پایان رساندم. شخصی که با من مصاحبه میکرد با خوشحالی رو به من نمود و گفت تبریک میگم. مصاحبت که خوب برگزار شد، ولی اگر بتونی میانگین امتیاز رو هم به دست بیاری دیگه هیچ نگرانی برای نشستن روی صندلی دانشگاه نخواهی داشت. پس از آن نگاهی به پرونده‌ام انداخت و گفت تنها مشکلی که فکر میکنم با آن روبرو خواهی شد تفاوت سنی بین تو و دیگر همکلاسی‌هایت خواهد بود. به او اطمینان دادم که راه درازی را تا اینجا طی کردم و فکر نمی‌کنم تفاوت سنی کوچکترین خللی برایم ایجاد کند، ولی چند ماه بعد در اولین روز ورود به دانشگاه بود که متوجه منظور او شدم. زمان تخلیه منزل کوتاه و کوتاه‌تر می‌شد. به علاوه شهرداری هم طی نامه‌ای رسما مرا بیخانمان اعلام کرده بود. گرچه می‌دانستم این دوران همانند هر دوره سخت زندگیم ورق خواهد خورد، اما ای کاش قدرتی می‌داشتم و کتاب زندگی خود را ورق می‌زدم و صفحه بعد را هم می‌دیدم. با آگاهی بر اینکه تا زمان تخلیه مدتی فرصت داشتم، همه افکارم را روی کلاس‌ها و ورود به دانشگاه متمرکز کرده بودم.
علیرغم آنکه بعضی شبها تا صبح از فکر اینکه چه بر سرم خواهد آمد بی صدا می‌گریستم، ولی با این همه سعی کردم مشکل آواره شدنم را برای مدتی در پستوی ذهنم زندانی کنم و تا زمان موعود به آن اجازه خروج از منطقه استحفاظی را ندهم. پس از موفقیت در امتحانات کالج از طرف اداره مربوطه نامه‌ای دریافت کردم که در آن تاریخ و نام حوزه‌ای را که امتحانات در آن برگزار می‌شد همراه با شماره صندلی و کد ورود به جلسه ذکر شده بود. با اشتیاق و هیجان منتظر فرارسیدن 10 جون روز آزمون سرنوشت ساز بودم. محل برگزاری آزمون وستمینستر یونیورسیتی واقع در مرکز لندن بود. با آغاز یکی دیگر از تاریخ‌های سرنوشت ساز زندگی خود صبح زود از خانه بیرون زدم تا 1 ساعت قبل از شروع امتحانات در محل حاضر باشم. همانند من بسیار بودند که از کالج‌های دیگر لندن برای شرکت در آزمون در آنجا گرد آمده بودند. اضطراب و نگرانی در صورت همگی خوانده می‌شد. بعضی از آنها می‌گفتند این چندمین بار است که در این سنجش شرکت می‌کنند و عقیده داشتند اگر این بار هم رد شویم برای همیشه قید کتاب و دانشگاه را می‌زنیم. با نزدیک شدن به زمان شروع امتحانات همگی به سالنی بزرگ هدایت شده و بر روی صندلی‌های شماره‌دار نشستیم. شرایط جلسه دقیقاً همانند جلسات کنکور در ایران بود. روی هر صندلی 3 بخش از سوالات قرار داشت که مقرر شده بود با اعلام مسئولین جلسه پاسخ به یکی از آنها را آغاز و پس از مدت زمان تعیین شده و با اعلام آنها برای پاسخ به بخش بعدی اقدام نماییم. اولی امتحان درک مطلب بود. سرعت عمل همراه با دقت عامل اصلی موفقیت در آن به شمار می‌رفت. متن‌های آن آزمون پیچیده و گمراه کننده بودند و لازم بود با سرعت آنها را خوانده و بهترین جواب را از میان پاسخ‌های پیشنهادی انتخاب کرده و علامت بزنیم. با زمان کمی که داشتیم هیچ فرصتی برای فکر و بررسی برایمان باقی نمی‌ماند. امتحان بعدی نگارش بود که باید از میان 3 مطلب پیشنهادی روی برگه امتحان یکی را انتخاب و آن را تجزیه و تحلیل کنیم. بعد از آن نوبت آزمون شنیداری بود که در این مرحله میبایستی به دقت به مطلبی که به صورت صوتی برایمان پخش میشد گوش کنیم و به سوالات مربوط به آن پاسخ دهیم. ساعت 2 بعد از ظهر و بعد از 4 ساعت این مرحله به پایان رسید و تا امتحان بعدی که مکالمه بود 1 ساعت فرصت استراحت داشتیم. همگی خسته و گرسنه راهی نزدیکترین فروشگاه مکدونالد شدیم. همه با امید به اینکه امتیاز مورد نظر را کسب کرده باشیم تمام مدتی که در آنجا بودیم درباره پرسش و پاسخها نظر همدیگر را جویا می شدیم تا بدانیم تا چه حد موفق بودیم. دقایقی بیشتر به شروع آزمون بعدی نمانده بود که با شتاب راهی دانشگاه شدیم. آن مرحله از امتحان نوعی مبارزه انفرادی بود، بدین ترتیب که هر کدام به اتاقهای جداگانه می رفتیم و با ممتحنین ویژه‌ای که موضوعات متفاوتی را از ما می پرسیدن مکالمه و گفتگو می کردیم. ممتحن من آقایی بود که پس از معرفی خود مختصری در خصوص خودم و زندگی شخصیم سوالاتی کرد و هنگامی که متوجه شد ایرانی هستم پرسید در مورد رفسنجانی چه فکر می‌کنی؟ بدون درنگ پاسخ دادم او را قبول ندارم. با شنیدن نظرم برای اثبات عقیده‌ام دلیل خواست و من که باید حداقل به مدت 15 دقیقه نسبت به علت مخالفتم صحبت می‌کردم برای نیم ساعت از دوران ریاست جمهوری او و طرح دروغین دوران سازندگی او و دست داشتنش در ترور شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور سخن گفتم. سرانجام امتحان آخر نیز به پایان رسیده بود و وقتی از او پرسیدم آیا تونستم که پاس کنم جواب داد متاسفانه نمیتونم به جوابی بدم و باید تا هفته دیگه که نتیجه امتحانات از طریق نامه به دستت میرسه صبر کنی. من که یقین داشتم امتحاناتم به خوبی پایان گرفته با خیالی راحت و اعتماد به نفسی کامل اتاق را ترک کردم و راهی خانه شدم. پس از 1 هفته نتیجه را که در انتظارش بودم دریافت کردم و خیالم از بابت دانشگاه راحت شده بود و وقت آن رسیده بود تا خود را برای وضعیت در به در شدن آماده کنم.
زمان آن هم رسید و سرانجام اخطارنامه‌ای حاکی از حکم تخلیه خانه تا 25 جون، یعنی تا 1 هفته آینده، به دستم رسید که در صورت عدم توجه و اقدام به حکم قانون خود و بچه‌هایم همراه با اسباب و اساسیه‌مان به خیابان ریخته می‌شدیم. احساس می‌کردم به آخر خط رسیدم. داشتم از پا در می‌آمدم، اما باز هم به خاطر بچه‌ها باید مقاومت می‌کردم. هرگز نمی‌گذاشتم اشک‌هایم را ببینند و اگر زمانی دلم برای گریستن تنگ می‌شد، حمام را بهانه می‌کردم تا حق حق گریه‌هایم را با صدای جریان آب همصدا و در آن گم نمایم. نه جایی برای رفتن داشتم، نه کسی را می‌شناختم تا به خانه‌اش پناه ببرم. علی هم که تا پیش از دیدن خانه پیشنهادی شهرداری پشت و پناهم بود و لحظه مرا تنها نمی‌گذاشت، خودش را به بیخیالی زده بود. در آن لحظات دشوار به یاد سخنش افتادم که گاهی اوقات میگفت قلبم از سنگ ساخته شده و اگر تصمیم گرفتم اونو به روی کسی ببندم برای همیشه میبندم. اما چرا باید قلبش رو به روی من میبست؟ من که کار خلافی انجام نداده بودم. نمیدانستم چه مسئله پیش آمده که با من نامهربان شده بود. هرچه به او زنگ میزدم جوابم را نمیداد و مجبور میشدم برایش پیغام بگذارم. پیغام‌ها را نیز پاسخ نمیداد و با من تماس نمی‌گرفت. او روز 23 ماه جون به دیدنم آمد و گفت یک راه بیشتر برات باقی نمونده و اونم اینه که بری و با مهدی زندگی کنی. خدای من چه میگفت؟ پیشنهادش 4 ستون بدنم را به لرزه انداخت. او به راحتی میتوانست خانه‌ای برای من دست و پا کند. بارها و بارها به او گفته بودم ازت انتظار ندارم خونه‌ای برای من و یا به نام من بخری، اما خواهش میکنم اونو به نام شخص دیگری بخر و منو در اونجا سکنا بده. و او هر بار با بیرحمی میگفت از من انتظار نداشته باش تا برات کاری انجام بدم، فقط باید بری خونه مهدی. نگاهم را به چشمانش دوختم و با ناراحتی از او پرسیدم جدی میگی؟ تو که میدونی من از دست او فرار کردم و آواره شدم. حالا چطور از من میخوای دوباره با او و زیر یک سقف زندگی کنم؟ و او به جای هر جوابی فقط سکوت کرد. به چشمانش نگاه کردم تا ببینم هنوز هم دوستم دارد، اما دیگر در چشمانش هیچ رگه‌ای از عشق و محبت دیده نمیشد. گرچه فکر زیر یک سقف بودن با مهدی آزارم میداد، اما برای منی که پشت و پناهی نداشتم در آن زمان تنها و بهترین راه چاره به نظر می رسید. با مهدی کم و بیش به خاطر بچه‌ها در تماس بودم، چون معمولاً 2 روز آخر هفته را با او می‌گذراندند. او درباره علی می‌دانست و گمان می‌کرد با او ازدواج کردم. چاره‌ای برایم باقی نمانده بود. با او تماس گرفتم و از او خواستم که ما را برای مدتی پناه دهد. او کمی این پا و آن پا کرد و سرانجام از روی ناچاری و به خاطر بچه‌ها قبول کرد. عصر روز 24 بیشتر اساسیه‌ای که چند سال طول کشیده بود تا تهیه کنم ظرف کمتر از 1 ساعت جمع کردم. به خاطر جای محدود در خانه مهدی کمی از لوازم را رها کردم و آنچه را باید می بردم پشت کامیونی گذاشتم. سپس همگی برای مدت نامعلومی راهی خانه مهدی شدیم. آپارتمان یک خوابه مهدی در طبقه 3 واقع شده بود و چند ساعت طول کشید تا اسباب اساسیه را بالا بردیم. تا دمدمای صبح هر فضایی را که گیر می آوردم بخشی از وسایل را در آن جای می دادم. اتاق زیر شیروانی، زیر تخت، توی کمدهای دیواری و خلاصه هر جایی که به فکرم می رسید چیزی می چپاندم. دیگر برای راه رفتن و نشستن خودمان هم جای چندانی نمانده بود و به سختی در همدیگر وول می خوردیم. با این حال جای شکرش باقی بود، چون به قول انگلیسی ها سقفی روی سرمان بود. صبح روز بعد وقتی خیالم از بابت جا دادن لوازم راحت شد، با ضد عفونی کننده های جور و جور به جان اتاق خواب، آشپزخانه و حمام افتادم و همه جا را شستم و تمیز کردم. من که تا آن روز هیچ خبری از شاهین نداشتم، از مهدی شنیدم که بار دیگر از طریق اینترنت با دختری در اتریش آشنا شده و به آنجا رفته و ازدواج کرده و در حال حاضر همسرش باردار است. مهدی 2 روز بعد به مدت 10 روز به ایران رفت. با رفتنش تا حدی خیالم راحت شده بود، چون آزادی بیشتری داشتم. پس از مدتها هرچند موقتی توانستم سری آسوده بر روی بالش بگذارم. اگرچه به خود گفته بودم باید برای همیشه علی را فراموش کنم، اما نیاز به نوازش‌هایش مرا وامی داشت تا با او که دیگر یادی از من نمی‌کرد تماس بگیرم
و با التماس از او بخواهم تا به دیدنم بیاید. مهدی قبل از اینکه به ایران برود تلفن را بسته بود و من برای تماس با علی مجبور بودم به کیوسک سر خیابان بروم که اغلب اوقات هم موبایلش خاموش بود و مجبور بودم برایش پیام بگذارم. حملات تروریستی مسلمانان در لندن. از سکونت ما در خانه مهدی 10 روز گذشته بود. در یکی از روزها که برای خرید بیرون رفته بودم متوجه تغییرات محسوسی در رفتار مردم شدم. گویی چیزهایی تغییر یافته بود. شتاب و عجله بی سابقه ای را میشد کاملا در رفت آمد و حرکات آنان مشاهده کرد. ایستگاه‌های اتوبوس به صورت غیر معمولی شلوغ بود. مامورین پلیس جلوی ایستگاه مترو ایستاده بودند و از ورود مسافران به آن جلوگیری می‌کردند. بیخبر از همه جا از جلوی روزنامه فروشی محل رد شدم که آقای فروشنده مرا صدا زد و گفت چطور اینقدر آروم و خونسردی؟ مگه نمیدونی چی شده؟ سرم را به نشانه بی‌اطلاعی تکان دادم. او خوشحال از اینکه خبر دست اولی را به من میدهد گفت تروریست‌ها به چند مترو حمله کردند و چند تا از مسافرها هم کشته شدند. نگران از آنچه شنیده بودم بدون اینکه چیزی بخرم به خانه برگشتم و تلویزیون را روشن کردم. ظاهراً تروریست‌های مسلمان با حمل مواد منفجره بسیار قوی در داخل کوله پشتی‌های خود سوار ترن‌های زیرزمینی به مقاصد گوناگون شده بودند و در اواسط راه و همزمان ضامن بمب‌ها را کشیده و خود و سرنشینان بیچاره و بیگناه را که با هزاران امید و آرزو به سوی محل کارشان رهسپار بودند کشته و یا زخمی کرده بودند. مجری تلویزیون همچنان داشت گزارش میداد و من نگران و مضطرب سر و پا گوش شده بودم. انفجارها همزمان در ساعت 8:05 بین ایستگاه‌های اولدگیت، لیورپول استریت، کینگز کراس، راسل سکوئر و نیز در ایستگاه ایج‌وی رود به وقوع پیوسته بود. تلویزیون داشت زخمی‌هایی را که از میان آتش و دود از قعر زمین بیرون آورده می‌شدند نشان می‌داد. دیگر توان و تاب نگاه کردن به آن جسدهای سوخته و شنیدن آن همه خبر دلهره‌آور و وحشتناک از این عملیات تروریستی غیرانسانی را نداشتم. تلویزیون را خاموش کردم. بعد از ظهر آن روز طبق قرار قبلی که با وکیلم در مورد خانه داشتم از خانه بیرون زدم. من همیشه همانند کودک دوست داشتم در طبقه دوم اتوبوس بنشینم. از در که وارد شدم با دیدن جمعیتی که در طبقه پایین اتوبوس جمع شده بودند با خود گفتم گمان نکنم جایی برای نشستن پیدا کنم. ولی زمانی که به طبقه بالا رفتم با شگفتی همه صندلی‌ها را خالی دیدم. با تعجبی همراه با ابهام روی صندلی ردیف اول قرار گرفتم. اتوبوس به راه افتاد. در طول راه با آنکه مسافران بیشتری سوار می‌شدند ولی هیچ کدام به طبقه بالا نمی‌آمدند. در راه بازگشت به خانه نیز به همین صورت بود. مردم از ترس و واهمه حملات تروریستی دیگر سعی می‌کردند در مکانی قرار بگیرند که سریعتر فرصت فرار از مهلکه احتمالی را پیدا کنند. به محض رسیدن به خانه آتوسا وحشت زده به طرفم آمد و گفت مامان کجا بودی تا حالا؟ خیلی نگرانت بودم. با لبخند خشکی به او گفتم بهت که گفته بودم با وکیلم قرار دارم. اون با عصبانیت گفت حتما بازم رفتی طبقه دوم اتوبوس. گفتم تو که میدونی پس چرا میپرسی؟ و انگار که چیزی یادم آمده باشه گفتم آتوسا نمیدونم چرا هیچ کس به طبقه بالای اتوبوس نمیآمد. و اون گفت خب نبایدم بیان چون یکی از تروریست‌ها سوار اتوبوس شماره 30 مسیر ماربل آرچ و هاکنی شده و خودش رو طبقه دوم منفجر کرده. با نگرانی به او گفتم عزیزم بیا و فردا سر کارت نرو. ولی اون گفت نمیتونم غیبت کنم و به او پیشنهاد کردم که تا محل کارش او را همراهی کنم. اما گفت اون وقت من باید نگران تو باشم. به علاوه فکر نمی‌کنم دیگه کسی جرأت این کارها رو داشته باشه چون نیروی پلیس در حال آماده باش هستن و کسی نمیتونه با کوله پشتی سوار اتوبوس بشه. انفجارهای آن روز بالغ بر 52 کشته و 700 زخمی بر جای گذاشته بود. تا مدتی همه افرادی را که کوله پشتی داشتند پیش از سوار شدن به اتوبوس یا ترن توسط مامورین پلیس بازرسی می شدند. روز 10 جولای مهدی از ایران برگشت و متعاقباً مشکلاتم چندین برابر شد چون مدام با
گوش کنایه‌هایش مرا آزار می‌داد و می‌پرسید پس شوهرت کجاست؟ او حتی پناه دادنم را امتیازی برای خود محسوب می‌نمود و می‌خواست از این امتیاز سوء استفاده کند. شبی از شب‌ها که بچه‌ها بیرون بودند، فرصت را غنیمت شمرد و سعی کرد مرا ببوسد. من که هرگز فکر نمی‌کردم از این جرأت‌ها داشته باشد، با آنکه غافلگیر شده بودم اما خودم را نباختم و پس از آنکه سیلی محکمی به صورتش زدم از خانه خارج شدم و بلافاصله با علی تماس گرفتم. با آنکه فکر می‌کردم مثل همیشه روی پیغامگیر می‌رود، ولی گوشی را جواب داد و احمقانه به خیال آنکه هر جا هست خودش را به من می‌رساند و باز هم می‌توانم با گذاشتن سر بر روی شانه‌هایش غم‌ها و اتفاقی را که افتاده بود فراموش کنم و دردهایم را تسکین دهم، سفره دلم را برایش باز کردم. مگر نه اینکه غیرت و تعصب مرد ایرانی در دنیا زبان زده است، مگر نه اینکه علی همیشه و در هر زمان که به او احتیاج داشتم خود را به من رسانده بود. پس این حق مسلم من بود تا بار دیگر به سویم آمده و مرهمی بر دل رنج دیده‌ام بشود. ولی او در کمال خونسردی و با گفتن اینکه نمیتونم چون در یکی از باشگاه در حال تمرین تکواندو هستم گوشی را به رویم قطع کرد. کاملا آشکار بود که خود را از من مخفی می کند. آیا این بدان علت بود که داشت از زیر بار مسئولیت بیخانمان شدنم شانه خالی می کرد؟ یا آنکه او هم شخصیتی مانند حبیب داشت و من خبر نداشتم؟ نه، امکان نداشت. نمی توانستم باور کنم. علی مردی بود که خود را نسبت به کشور و خاکش مسئول می دانست. پس چگونه می توانست مانند حبیب باشد؟ با این حال برای ساعتی نومیدانه منتظر او بودم و هنگامی که امیدم به نقطه پایان رسید، بی هدف سوار یکی از اتوبوس‌هایی که به سمت مرکز شهر میرفت شدم. آیا باز هم مهدی برنده شده بود؟ آیا همین مراحل را قبلا طی نکرده بودم؟ آیا به خاطر رفتارهای ناجوانمردانه‌اش از او نگریخته بودم؟ به نظر می رسید که به انتهای خط رسیده و بار دیگر با دست خود در چنگال زندانبانم گرفتار شده بودم. مگر نه اینکه همه دربدری‌ها و آوارگی‌هایم به خاطر جدایی از مهدی اتفاق افتاده بود؟ آیا دوباره در بر همان پاشنه قبلی خود چرخیده بود و من محکوم به زندگی با مهدی شده بودم؟ در تمام آن مسیر تگرگ پرسش‌های سهمگین بود که بر ذهنم می‌باریدند و راه و پاسخی برایشان نمی‌یافتم تا خود را به طریقی از سلامت هدایت کنم. حوالی ساعت 11 شب بود. بی هدف از اتوبوسی پیاده و بر اتوبوس دیگر سوار می شدم. هنگامی که امیدم از همه چیز و همه کس قطع شد، با درماندگی راه خانه مهدی را در پیش گرفتم. با رسیدن به خانه باز همان لبخند چندشاور آشنای همیشگی بر روی لبانش نقش بست. حالم از خودم و همه چیز و همه کسانی که به نوعی نقشی در زندگی دردناکم داشتم به هم می‌خورد. با دیدن او اراده‌ام قوی‌تر از پیش شده بود و با خود پیمان بستم که مرگ و دربدری را به جان می‌خرم، اما زندگی مجدد با مهدی را هرگز. به خاطر کوروش و آتوسا روحیه‌ام را حفظ کردم و جلوی آنها آنچه را که اتفاق افتاده بود به زبان نیاوردم و پنهان نگاه داشتم. شایان هر 2 روز یک بار با من تماس می گرفت و من به دقت به حرفهای او که پر از انرژی بود گوش می دادم. مادری که من میشناسم 2 کودکش رو بدون اینکه مویی از سرشون کم بشه از ایران به انگلیس آورد و این مادر هرگز شکست و زبونی رو به خودش راه نمیده. پس مقاومت کن و بدون که اگه از همه جا رونده بشی در خونه من همیشه به روت بازه. و امید بیشتری با حرفهای دلگرم کنندش به وجودم راه میافت. اواسط ماه آگوست پاسپورت‌های خود را تحویل گرفتیم. پس از چند هفته که از علی بی خبر بودم با من تماس گرفت و اطلاع داد که پدرش حال خوشی ندارد و او و بچه‌ها و فرشته عازم ایران هستند. مانده بودم به چه دلیلی داشت مرا از سفرش آگاه می‌کرد. آیا بدان معنا بود که هنوز به من علاقه دارد؟ با شروع سپتامبر کلاس‌های بچه‌ها شروع شد و با وجود مخالفت من کوروش در همان مدرسه قدیمیش که کمی بیش از 1 ساعت با ترن از خانه مهدی فاصله داشت ثبت نام کرد. نام کتاب رویا، بخش اول، نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوف، بخش 27.
abogebu.com. ورود به دانشگاه. سرانجام روز 20 سپتامبر روز رویاهای من فرا رسید و من خوشحال از آن که برای ساعتی مهدی را مقابل خود نمی‌بینم راهی دانشگاه شدم. دانشگاهی که خود به شهری می‌ماند. من که با محیط آنجا هیچ آشنایی نداشتم، لازم بود تا راه خود را از روی نقشه‌هایی که در راهروها نصب شده بودند پیدا می‌کردم. با زحمت و پس از دقایقی جستجو در راهروهای تنگ و تاریک کلاس خود را یافتم و پشت در روی یکی از صندلی‌ها نشستم. با کنجکاوی اطرافم را بررسی کردم تا شاید بتوانم در بین دانش آموزان کسی همسن و سال خودم ببینم، اما هرچه بیشتر نگاه می‌کردم کمتر می‌یافتم. پس از لحظاتی خانمی که به نظر می‌رسید یکی از استادان دانشگاه است به طرف محلی که من و دیگران نشسته بودیم آمد و ما را به کلاس مجاور دعوت کرد. در وسط کلاس جایی را انتخاب کردم. پس از چند دقیقه وقتی کلاس پر شد نظری به پشت سرم انداختم. اضطراب همه وجودم را فرا گرفت. وقتی که خود را تنها در میان دختران و پسرانی همسن و سال آتوسا دیدم، آنگاه به یاد جمله‌ای که روز مصاحبه شنیده بودم افتادم و به خود گفتم رویا تو اینجا چی کار میکنی؟ در حقیقت من هیچ وجه اشتراکی با بقیه همکلاسی‌هایم نداشتم. نه سنم به آنها میخورد، نه از نظر مکالمه آنقدر قوی بودم که بتوانم سر صحبت را باز کرده و در میانشان دوستی برای خود پیدا کنم. من که مدتها برای آن لحظه روز شماری کرده بودم، مانده بودم چه کنم؟ آیا باید کلاس و دانشگاه و در نهایت آرزوهایم را میبوسیدم و رها میکردم و یا پس از چند لحظه به خود نهیب زدم رویا تو لجبازتر از اونی هستی که به این زودی از گود خارج بشی. سپس با صلابت هرچه تمامتر به خود گفتم تو باید به خودت افتخار کنی که با این سن و سال و زبان الکن تونستی خودت رو به اینجا برسونی. با فکر و اندرزی که از درونم برخاسته بود لبخندی بر لبهایم نشست و راسختر از پیش روی صندلی خود آرام گرفتم. در ابتدا هر درس و کلاسی برایم دشوار بود، اما چون در مکتب زندگی مبارزه را به جای تسلیم شدن آموخته بودم، با سرسختی هرچه تمامتر ادامه دادم و کوتاه نیامدم. مگر نه اینکه از زمان پا گذاشتن به این دنیا تا زمانی که از آن رخت بر میبندیم در حال نبرد برای بقا و دوام هستیم. مگر نه اینکه زندگی میدان بزرگی برای مبارزه است و در این میدان همانند تمام پیکارها فقط قوی‌ترها پیروز میشوند و به خط پایان میرسند. پس من باید بر هرچه از سختی‌ها و سدهای پیش رویم فایق و چیره میگشتم و از آنها گذر میکردم، چون شکست ذره‌ای برایم مفهومی نداشت. روزی وقتی استاد درس اقتصاد و بازاریابی وارد کلاس شد، پیش از شروع درس پرسشی در رابطه با کیفیت کالا پرسید. همه هاج و واج به یکدیگر نگاه می‌کردند. من پاسخش را می‌دانستم، اما شهامت گفتنش را نداشتم. دل می‌کردم که اگر جوابم اشتباه باشد و آن وقت دیگران به من بخندند چی؟ لحظاتی بعد به خود جرأتی دادم و اندیشیدم که از چه می‌ترسی؟ تو برای آموختن و یادگیری به اینجا آمدی؟ بگو. و دستم را بالا بردم. با اشاره سر استاد همه سرها به سویم چرخید. خیس عرق شده بودم و با زبان دست و پا شکسته آنچه را که می‌دانستم بر زبان آوردم و منتظر واکنش استاد شدم. خدایا نکند اشتباه جواب داده باشم. وای خدای من، اگر اشتباه باشد آبرویم می‌رود. در این افکار غرق بودم که او پاسخم را تایید کرد. شرم و حیایی وجودم را فرا گرفت. حس می‌کردم گونه‌هایم گل انداخته است. سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم. نیروی مثبتی وجودم را لبریز از حسی خوشایند و اعتماد به نفس نمود. در آخرین جمعه ماه اکتبر شایان به دیدنم آمد. با دیدن او سرم را روی شانه‌هایش گذاشتم و بغض سرکشی را که در خود زندانی کرده بودم رها کردم و گفتم ببین به چه روزی افتادم. ببین چقدر بدبخت شدم که باید دوباره با پدرت زیر یک سقف زندگی کنم. او مهربانانه اشکایم رو با انگشتانش از گونه‌هایم برچید و گفت مامان چرا بیقراری میکنی؟ من که بارها بهت گفته بودم در خونه من بروت بازه، پس نگران هیچ چیز نباش.
هرچند بیشتر از 2 روز نمی‌ماند، اما با وجود او در کنارم نیرویی در درونم دمیده شد. نیرویی که فقط مرا به جلو هدایت می‌کرد و مجالی برای توقف و فکر کردن یا افسوس خوردن باقی نمی‌گذاشت. به او گفتم شاید مجبور بشم دست از تحصیل بکشم و برای خودم کاری دست و پا کنم تا بتوانم پس از چند سال وام مسکنی بگیرم و آپارتمان کوچکی رو برای خودم بخرم. او دستم رو در دستش گرفت و گفت به جای این فکرها سعی کن 3 سال دانشگاه رو با موفقیت به پایان برسونی، چون پس از فارغ التحصیل شدنت میتونی بهترین موقعیت رو در جامعه به دست بیاری. او همواره تسکین دهنده دردها و غمهایم بود و آن روز هم مسکنی برای قلب زخمی من شده بود. او یک شنبه شب هنگامی که مطمئن شد آرامش قلبی خود را به دست آوردن به شهر و دیارش برگشت. 2-3 ماهی بود که از علی هیچ خبری نداشتم. دلم برایش تنگ شده بود. نمیدانستم آیا از ایران برگشته است یا نه. سر کوچه رفتم، شماره‌اش را گرفتم و متوجه شدم که در انگلیس است. از او خواستم به دیدنم بیاید و او پس از چند ثانیه سکوت قبول کرد تا در عرض 1 ساعت در خیابانی پایین‌تر از خانه مهدی همدیگر رو ببینیم. 1 ساعت به زمان ملاقات مانده بود که به محل قرار رسیدم. پس از نیم ساعت سرکله ماشینش از دور پیدا شد. با نیش ترمزی جلوی پایم از من خواست تا سوار شوم. خودم را روی صندلی جلو انداختم و سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و بی اختیار گریستم. به او گفتم باور کن هیچی ازت نمیخوام به جز این که بهم قول بدی مرتب به دیدنم بیایی. او خیلی سرد و عاری از هر احساسی جواب داد اصلا اشتباه کردم به دیدنت اومدم، نباید میومدم. و پس از مکسی طولانی گفت رویا من دیگه نمیتونم به دیدنت بیام. با شنیدن آن از ترس اینکه عصبانی شده و مرا که با التماس از او خواسته بودم از دیدنش محرومم نسازد تنها بگذارد سکوت کردم تا بتوانم مدتی بیشتر در کنارش باشم. او همچنان سرد و بیروح بود، مثل اینکه چیزی در درونش مرده بود. پس از انتظاری طولانی وقتی دیدم سکوت بین ما را هیچ تلنگر و عاملی نخواهد شکست با اشک و آه از او جدا شدم. تا 1 هفته با سرسختی در مقابل قلبم که او را فریاد میزد ایستادگی کردم، اما با شروع هفته دوم به زمین خوردم. از فرط استیصال طاقت نیاوردم و باز با او تماس گرفتم. تا صدایم را شنید گفت جراحی قلب داشته و تازه به خانه برگشته است. با گریه گفتم من که نمیتونم به دیدنت بیام، حداقل تو در اولین فرصتی که تونستی به دیدنم بیا، چون نگرانت هستم. تمام وجودم از دست او دلخور و ناراحت بود. او که میدانست تا چه اندازه به او علاقه دارم، پس چگونه توانسته بود خبر به این مهمی را از من پنهان کند؟ تا زمانی که وضعیت سلامت و بهبودی علی پایدار نشده بود، گهگاهی با او تلفنی صحبت می‌کردم تا وقتی که توانست پشت فرمان ماشین بنشیند. آنگاه به دیدنم آمد. با دیدن دوباره او خوشحال شدم و خواستم خود را در آغوشش رها کنم، اما با نگاهی به چهره سرد و بی‌مهرش خود را جمع و جور کردم و منصرف شدم. بار دیگر با هم بودیم و باز هم سکوت با حضور سردش ما را چون میهمان سمجی میزبان شده بود. پس از گذشت ساعتی و بدون هیچ حرفی از یکدیگر جدا شدیم. او به سوی منزلش حرکت کرد و من به سمت تنها پارک محل به راه افتادم. آسمان که تا آن زمان صاف بود به سرعت با ابرهای پوشیده شد و بنای غرش را گذاشت و سپس شروع به باریدن کرد. زیر رگبار باران خیس شده بودم ولی همچنان میرفتم. با دیدن اولین نیمکت خود را روی آن ولو کردم. با تندرها و ابرها همراه شدم و با صدای بلند گریستم. ابرها از باریدن دست کشیدند ولی من هنوز میباریدم و در درونم از درد میغریدم و میخورشیدم. وقتی چشمانم خشکیدند و دیگر بارانی برای باریدن در آنها باقی نماند، سر و پا خیس و نومید به طرف خانه‌ای که به من تعلق نداشت به راه افتادم. پس از گذشت چند ماه دعوا و جر و بحث من و مهدی شروع شده بود. او قصد داشت با کنترل من آزادی‌هایم را بکاهد. وقتی از دانشگاه به خانه برمیگشتم با صورت عبوس و اخموی او روبرو می‌شدم و اگرچه نمی‌توانست علنا حرفی بزند اما زیر لب غر و لند می‌کرد. دیگر نمی‌توانستم به آن وضعیت ادامه دهم و در جستجوی محلی برای اجاره برآمدم. پس از مدتی بنگاه مسکنی که توسط ایرانی‌ها اداره می‌شد پیدا کردم.
کمال که امور مربوط به اجاره آژانس را انجام میداد توانست پس از 1 هفته آپارتمان کوچکی در طبقه دوم خانه‌ای در شمال لندن برایم بیابد. خوشحال شده بودم که بالاخره از دست مهدی راحت می شدم، اما می بایست مبلغ 1000 پوند به عنوان وثیقه نزد آژانس می سپردم تا قرارداد خانه به امضا برسد. من که هیچ پولی در بساط نداشتم، با خانواده‌ام در ایران تماس گرفتم و از آقا جون کمک خواستم. او نیز قول داد تا هرچه زودتر مبلغ مورد نیازم را برایم بفرستد. 2 روز بعد پول را که نیمی از آن را ثریا تهیه کرده بود از صرافی تحویل گرفتم و به کمال دادم و اجاره نامه را امضا کردم. گرچه امیدی به کمک علی نداشتم، ولی با او تماس گرفتم و از او خواستم تا در جابجایی اسباب و اساسی کمکم کند و سپس برای همیشه خانه مهدی را ترک و به آپارتمان جدیدم نقل مکان کردم. من که فکر می‌کردم علی به دلیل مستقل نبودنم نسبت به من سرد و بی‌مهر شده است، خوشحال بودم و به خود می‌گفتم که دیگر پایان دوری و فاصله ها فرا رسیده است، اما آن هم خیالی پوچ و واهی بیش نبود، زیرا کم و بیش همان رفتار و کردارهای سرد و عاری از محبتش را نسبت به من ابراز می‌داشت. پس از پایان هر دیداری به خود قول می‌دادم که دیگر با او تماس نخواهم گرفت، اما چگونه می‌شد که این قلب وابسته و سرکشم را متقاعد کنم؟ در یکی از روزهای پاییزی با آسمان غم گرفته لندن همدل شده بودم و می‌گریستم. بند بند وجودم او را فریاد می‌زد، چون کسی به جز او نمی‌توانست مرهمی برای دل تنگ و زخم خورده‌ام باشد. با دودلی با او تماس گرفتم. او پس از اصرار فراوان من قبول کرد به دیدنم بیاید و گفت تا 20 دقیقه دیگر جلوی در خونت منتظرتم. پس از 15 دقیقه پایین رفتم. او در ماشینش منتظر من بود. یاد روزهای نخست افتادم که چگونه با سماجت بذر عشقش را در دلم کاشت و اکنون با دیدن من گفت بپر بالا که حوصله خونه اومدن رو ندارم. بدون هیچ اعتراضی سوار شدم. او برای مدتی بی هدف در خیابان‌های گرفته لندن رانندگی کرد. سپس در گوشه بر ترمز خودرو پا نهاد و بی مقدمه گفت دیگه نمیتونم به دیدنت بیام. با شنیدن آنچه به صراحت و قوت به من گفت دلم شدیداً به درد آمد و با گریه بر سرش فریاد زدم چرا؟ چون ازم خسته شدی یا شاید هم یکی دیگر رو برای خودت پیدا کردی؟ او خیلی خونسرد گفت ببین من به سرطان مبتلا شدم و باید به فکر خود و خانواده‌ام باشم. برای همین توصیه میکنم پیش شایان بری و اونجا زندگی جدیدی رو برای خودت شروع کنی. من دیگه نمیتونم اون مردی که نیاز داری برات باشم. نه، علی من سرطان نداشت. نه، چطور ممکن بود؟ به او خیره شده بودم. باور نمیکردم. هرگز. اشکایم رو پاک کردم. او را در بغل گرفتم و گفتم گرچه در ابتدای آشناییمون فقط به خاطر بچه‌ها حاضر شدم با تو بمونم، ولی کم کم به خودت علاقه‌مند شدم و به خودم عهد بستم تا آخرین لحظه در کنارت باشم. اینو هم بگم که هرگز از عهدی که بستم رو گردان نمیشم. اشکایم را که هر آن آماده باریدن بودن در کاسه چشمانم زندانی کردم. بغضم را فرو خوردم و گفتم ما اینجا در لندن در مهد تکنولوژی زندگی میکنیم، جایی که مرده رو هم زنده میکنن. درمان سرطان که چیزی نیست. او با بیرحمی نگاهی به من انداخت و گفت دیگه من و توی وجود نداره. دوست داشتم برات کارایی انجام بدم که هرگز هیچ کس برات انجام نداده باشه، ولی دیگه نمیشه. با ادای این جمله مکسی کرد. نگاهش رو از من دزدید و ادامه داد تو بهتره به فکر خودت و آینده‌ات باشی و مردی مناسب پیدا و باهاش ازدواج کنی. و احساس میکردم دارم در فضای تنگ ماشین خفه میشم. سرم از شنیدن پیشنهاد علی به دوران افتاده بود. او با بیرحمی تمام از من خواست به فکر خود باشم و با مرد دیگری ازدواج کنم. به یکباره مانند دیوانه ها بنای خندیدن رو گذاشتم و برای چند دقیقه فقط خندیدم. او بهت زده سکوت کرده بود. زمانی که دیگر گریه و خنده‌ام در هم آمیختن، در پاسخ به پیشنهاد سخاوتمندانه‌اش گفتم فکر می‌کنید دکان بقالیه و مرد ایدالم روی قفسه مغازه نشسته و منتظر منه تا برم و اونو بخرم؟ او با خونسردی به بیرون خیره شده بود. از بی‌تفاوتی و دیوانه‌وارتر از پیش فریاد زدم
اصلا میدونی چیه؟ چطور تو این مرد رو برام پیدا کنی ها؟ قول میدم اگه این کارو بکنی باهاش ازدواج بکنم. با این جمله خواستم رگ غیرتش رو به جوش بیارم. خواستم تا اگر ذره عشقی نسبت به من داشت در درونش بیدار کنم. اما او همونطور مانند قطعی از سنگ یخ نشسته بود و هیچ نمیگفت. از ورای پرده اشکایم به او نگاه کردم. در صورتش هیچ احساس دیده نمیشد. گویا باز همین من بودم که باخته بودم. دستش رو در دستم گرفتم و همچون گدایی به التماس افتادم. خواهش میکنم من از خودت نرون. تو به من احتیاج داری چون هیچ کس نیست از تو و بچه‌هات پرستاری کنه. مگه این تو نبودی که همیشه میگفتی پس از من تو باید از اونا مراقبت کنی؟ نگذاشت حرفم رو تموم کنم. با بیرحمی هرچه تمومتر پاسخ داد چشم عمه و خاله‌شان کور، از اونا مراقبت میکنن. با صدای مملو از التماس و پرخاش به او گفتم ببینم نکنه از ما بهترون بهت فرمان دادن تا از من جدا بشی. او با نیشخندی گفت به من فرمان بدن؟ من خودم به همه فرمان میدم. سرانجام وقتی از زجه زدن و تمنا نتیجه نگرفتم گفتم در سرشت من نیست پس از تو با مرد دیگه ای باشم. تو آخرین مرد زندگی من هستی. گویی صدایم را نشنیده بود. در عالم خود فرو رفته بود. مانند یک ربات ماشینش را روشن کرد و در سکوتی آزاردهنده به راه افتاد. پس از طی مسافتی بدون اینکه چیزی بگوید مرا جلوی در خانه‌ام پیاده کرد و رفت. برای مدت زمانی بیماری و رفتار عجیب و غریب علی افکارم را در خود فرو برده بود. چطور می توانستم در چنین شرایطی او را که بیرحمانه در چنگال سرطان اسیر شده بود تنها بگذارم؟ پس بارها با اصرار و خواهش وادارش می کردم به دیدنم بیاید و توان نهایی خود را به کار می بردم تا اجازه دهد همراه و پرستارش باشم. او هر بار پس از سکوتی سنگین در جوابم می گفت بودن تو در کنار من همانند قرار گرفتن دو خط موازی در کنار همدیگه است. سپس به چشمان من خیره می شد و می پرسید اما آیا روزی این دو خط موازی همدیگر رو قطع می کنند یا به هم خواهند رسید؟ بعد گلوی صاف می کرد و ادامه می داد طبق قانون هندسه نه، و این یعنی که تو میتونی در کنار من باشی اما هرگز نمیتونی با من باشی. غیر از آن از او انتظار دیگری هم نمیرفت. او سیاستمداری بود که نحوه بازی با لغات را خوب بلد بود. با پاسخی که میشنیدم بغضی را که در گلویم انباشته شده بود فرو میدادم و ساکت میماندم. گاهی اوقات با شایان تماس میگرفتم و از بیماری علی با او صحبت میکردم. او نیز در انتهای هر مکالمه میگفت مامانم این بهانه بیش برای تموم کردن رابطش با تو نیست. این حقه‌ای است که وقتی مردی از دوست دخترش خسته شد به اون متوسل میشه. آیا حق با شایان بود؟ بیجا هم نمیگفت چون با وضعیت علی بیشتر از این که من به او نیاز داشته باشم او به من نیاز داشت. پس چرا سعی میکرد مرا از خود براند؟ ولی آیا نمیتوانست از فداکاریش نیز باشد تا نخواهد من به پایش بسوزم و عمر و جوانیم به باد برود؟ با این وجود حرفها و نصیحت‌های شایان در من اثر کرده بود. برای چند هفته با علی تماس نگرفتم. اما باز هم دلم برای او تنگ شد و به امید پیوند رشته‌ای که در حال گسستن بود به او زنگ زدم و خواستم به دیدنم بیاید. روزی که آمد بر حسب اتفاق شهرداری از من خواسته بود تا هرچه زودتر بدان اداره مراجعه کنم. با امید به اینکه همانند سابق پشت و پناه و همراه هم باشد از او خواستم تا مرا به آنجا برساند. اما افسوس چون پس از آن که مرا به مقصد رسانید رو به من کرد و گفت چه کار دیگه ای برای کمک به تو از دستم برمیاد؟ این تکه کلامش بود که همیشه به افرادی که درست نمیشناخت میگفت. آن لحظه نیز او مرا در رده غریبه ها قرار داده بود. با ادای این جمله بیدار شدم و به حقیقت تلخی پی بردم. من برای علی غریبه بیش نبودم. با بیدار شدنم از خواب غفلت و از رویایی که بیشتر به کابوس شباهت داشت غرور خود را باز یافتم و گفتم نه فکر نمی کنم دیگه به کمک تو احتیاجی داشته باشم. او که منتظر شنیدن این جمله بود با شدت پا بر روی پدال گاز ماشین گذاشت و به سرعت از من دور شد. ماه دسامبر بود. سرمای سوزناکی قلب شکستم را آزار میداد. پس از انجام کارهایم به خانه برگشتم و بران شدم تا قبل از آن که علی برای همیشه مرا ترک کند من او را ترک کنم.
شماره‌اش رو گرفتم اما باز مانند بسیاری از اوقات روی پیغامگیر رفت. برایش پیام گذاشتم. من برای همیشه از چارچوب زندگیت بیرون میرم. مکث کردم. نه، این کافی نبود و دلم را آرام نمیکرد. پس با بیرحمی هرچه تمامتر گفتم من دارم از تو که همانند دیگر مردان زندگیم نامرد بودی جدا میشم. اگرچه بسیار سخت به نظر می رسید اما آن را انجام دادم و بدین طریق همه فکر و ذکرم را روی دانشگاه و آینده‌ام متمرکز کردم. فارغ التحصیلی با نقل مکان به آپارتمان جدید برای اینکه سر وقت در کلاس‌هایم حضور داشته باشم ساعت 1:06 صبح از خانه خارج می شدم. کلاسمان هر روز ساعت 9 صبح شروع و 5 عصر خاتمه می یافت. اگر ترافیکی در راه برگشت وجود نداشت حدود 8 تا 9 شب به خانه می رسیدم. به تدریج از طریق اینترنت با همسر شاهین بیتا که ماه ششم بارداریش را می گذراند آشنا شدم. در همان ایام بود که با شاهین آشتی کردم چون هرچه بود کوچولویی در راه بود که به من نیاز داشت. آتوسا در سفری که همراه با دوست جدیدش امیلی به کانادا داشت با مردی به نام کاوه آشنا شده و به او دل سپرده بود. پس از برگشت به لندن موضوع را با من در میان گذاشت. خواستم تا او را از عشق کورکورانه‌ای که فکر و قلبش را در اختیار گرفته بود منع کنم ولی بهتر دیدم سکوت اختیار کنم. هنوز 1 هفته از بازگشتش نگذشته بود که کاوه در پی او به لندن آمد و با وجود مخالفت من دخترم که عشق عقل و هوشش را رو بوده بود با او راهی کانادا شد. تا 1 ماه هیچ خبری از او نداشتم تا اینکه روزی زنگ زد و گفت مامان قرار من و کاوه با هم زندگی کنیم. گفتم دخترم در حال حاضر که احساسات اندیشه‌ات رو تحت کنترل در آورده شتاب نکن و بیشتر در مورد تصمیمی که گرفتی فکر کن. جواب داد میدونم مامان چند روزیه که کاوه برای شرکت در جلسه به ژاپن رفته و به من 2 هفته وقت داده تا در مورد زندگی مشترکمون تصمیم بگیرم. پس میبینی که هیچ هم عجولانه نیست. تو چی فکر میکنی؟ نظرت چیه؟ البته اینو هم بگم که نمیتونی تصمیمم رو عوض کنی. او تازه 18 سالگی را پشت سر گذاشته بود و چون همانند بسیاری از دخترهای دیگر اجتماع آن دوره نبود به قصد ازدواج و تا ابد بودن در کنار کاوه قلب و روحش را به دو سپرده بود. بنابراین در جواب او سکوت کردم، فقط سکوت، چون تصمیمش را گرفته بود. هرگاه فشار زندگی روی شانه‌هایم سنگینی می‌کرد به آینده‌ای که پس از فارغ التحصیل شدن در انتظارم بود چشم می‌دوختم و افتان و خیزان خود را به جلو می‌کشاندم و به خود نوید می‌دادم که روزی نه چندان دور زندگی به روی من هم لبخند خواهد زد. تقریباً نیمی از سال گذشته بود که متوجه شدم از درس‌هایم بسیار عقب افتادم. اگر به خود تکانی می‌دادم می‌توانستم تا قبل از فرارسیدن امتحانات خودم را به سطح کلاس برسانم. پس برنامه تنظیم کردم که طبق آن ساعتی که بعد از نیمه شب هر شب از خواب برمیخواستم و دروسم را از ابتدا مرور می‌کردم. شب اول بیدار شدن از خواب ناز برایم خیلی دشوار بود ولی از آنجایی که مصمم بودم برخاستم، آبی به سر و صورتم زدم تا خواب از سرم بپرد. 1 قوری قهوه غلیظ درست کردم و سر میز نشستم. لایه یکی از کتاب‌ها را باز کردم. با نگاهی به لغات سخت و دشواری که اصلاً معنایشان را نمی‌دانستم سرگیجه گرفتم. خواستم قید درس و کتاب را بزنم و به رخت خواب برگردم، اما با خود گفتم بعدش چی؟ رویا بعدش چی؟ همون شب روش خواندن و آموختن را برنامه ریزی کردم. بدین صورت که ابتدا 1 دور دروسم را مطالعه می کردم، لغات سخت را استخراج کرده و معانیشان را از فرهنگ لغات پیدا می کردم و جداگانه می نوشتم. پس از آن هر پاراگرافی را آنقدر می نوشتم تا زمانی که با چشم بسته قادر به نوشتن آن می شدم. هر شب به همین ترتیب تا ساعت 5 صبح ادامه می دادم و سپس آماده رفتن به کلاس می شدم. این کار هر روز و هر شب من شده بود تا آنکه 1 روز مرا به آتلیه عکاسی دانشگاه بردند و عکسم را گرفتند تا آن را در مجله مخصوص دانشگاه به عنوان فردی کوشا به چاپ برسانند. اوایل ماه فوریه اولین نوه‌ام شهریور به دنیا آمد و من ندیده عاشقش شده بودم. او پیام‌آور دوستی و محبت بین من و پدرش بود.
چون با ورودش به جمع خانوادگیمان باعث شد تا فاصله ها از بین برود و من و شاهین را به هم نزدیکتر سازد. آتوسا پس از 2 ماه به لندن برگشت. قرار بود پس از 1 هفته کاوه به دنبالش بیاید، اما نه تنها او به لندن نیامد بلکه تماسی هم نمی گرفت. دوستانش از کانادا زنگ می زدن و به او خبر می دادن که کاوه و تخت خوابش شبی 1 دختر عوض می کنند. پیام ها و خبرها بیشتر و تأسف بارتر می شد. تا جایی که خواب و خوراک را از آتوسا ربوده بودند. کارش شده بود گریه و قصه خوردن و این من بودم که به او دلداری می دادم. عزیز دلم، تا زمانی که با چشم خودت ندیدی و برات ثابت نشده باور نکن. هرچند خود می دانستم بیهوده او را تسلی می دهم، اما به خیال خود داشتم دل شکسته دخترم را آرام و او را تیمار می کردم. او پس از گذشت چند ماه با پدیدار شدن دوباره کاوه در زندگیش با وجود مخالفت من به کانادا بازگشت. ماه جون بود و امتحانات آخر سال شروع شده بود. روزی مامان زنگ زد و از سرطان لاعلاجی که تمام بدن مژگان همسر عمویم و تنها الگوی زندگیم را احاطه کرده بود خبر داد. فهمیدم آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کند. با شنیدن خبر بیماری او و با این اندیشه که فرصتی دوباره برای دیدن یا شنیدن صدایش نخواهم داشت با او تماس گرفتم. روز بعد 1 عمل جراحی را در پیش داشت. بنابراین بسیار سعی کردم تا به نوبه خود امیدی به ادامه زندگی بدو ببخشم، اما با آخرین جمله‌اش شکستم. رویا دیدار به قیامت. او زنی بود با اراده آهنین و شکست ناپذیر که در این هنگام مرگ خود را باور کرده بود. و من نیز باور کردم. پس از عمل جراحی هر روز با او که دیگر یارای حرف زدن نداشت تماس تلفنی داشتم. او فقط به حرفهای من گوش میداد و گاهی اوقات با درآوردن صدای نامفهوم به من میفهمانید که هر آنچه را که گفته بودم متوجه شده است. روزهای آخر فقط صدای نفسهای بلندش را میشنیدم، اما باز هم از امید دادن به او دست نمیکشیدم. امتحاناتم از یک طرف و وضعیت وخیمش از طرف دیگر شب و روزم را از من گرفته بودند. سعی می‌کردم تا دم آخر همچنان با او در ارتباط باشم. اغراق نکرده باشم. با هر تماسی که با او می‌گرفتم انرژی و نیرویم برای مبارزه با مشکلات زندگی بیشتر می‌شد، چون می‌دانستم این همان چیزی است که او از من می‌خواهد. 25 جون آخرین روز امتحانات من و روز مرگ او بود. او اولین کسی نبود که در دیار غربت از دست می‌دادم، اما تا آن زمان عزیزترین شخص برای من بود و من در این بخش از دنیا یکه و تنها عزاداری می‌کردم و در غم فقدانش اشک می‌ریختم. روزی که طبق معمول با شاهین صحبت می‌کردم گفتم دیگر از زندگی در اینجا خسته شدم و دوست دارم مسکنی در محل قدیمیم پیدا کنم تا هم به دانشگاه من و هم به مدرسه کوروش نزدیک باشد. شاهین گفت خیلی راحت میتونی یه آپارتمان توی اون محله پیدا کنی، چون بعضی از صاحبخونه‌ها برای اینکه به آژانس‌های املاک پولی پرداخت نکنن مشخصات منزلشون رو با پرداخت فقط چند پوند پشت پنجره روزنامه فروشی‌ها میزنن. اگر در اون حوالی سری به اینجور جاها بزنی میتونی جای مناسبی رو پیدا کنی. فردای آن روز با عزمی راسخ به یکی از روزنامه فروشی‌های محل قدیمم رفتم و به راحتی آگهی اجاره یک آپارتمان 2 خوابه نقلی را پیدا کردم و با لبخندی از رضایت به خانه برگشتم. زمانی که از اتوبوس پیاده شدم، اتومبیلی شبیه اتومبیل علی را دیدم که از کنارم گذشت. با خود گفتم نه، حتما اشتباه کردم، نمیتونه اون باشه. روز بعد برای پس دادن کتاب‌هایی که از کتابخانه دانشگاه به عاریه گرفته بودم، راهی دانشگاه شدم و باز هم در راه بازگشت همان اتومبیل را دیدم که در نزدیکی خانه‌ام پارک شده بود. خواستم بی‌اعتنا به راه خود ادامه دهم که کسی از پشت سر دستم را گرفت. زمانی که با ترس و لرز برگشتم تا ببینم چه کسی به خودش جرأت چنین کاری را داده است، علی را در مقابل خود دیدم. با دیدنش آتش گرفتم، لرزیدم و ترسیدم. ترس از اینکه بار دیگر قلبم را به تسخیر خود درآورد. با وجود اینکه هنوز دوستش داشتم، اما هنوز صدای شکستن قلبم را در دستان او میشنیدم.
برای آنکه درسی به او داده باشم با دست دیگرم سیلی محکمی بر صورتش نواختم و سپس دستم را از دستش بیرون کشیدم و به راهم ادامه دادم. گمان کردم دست از سرم برداشته است، اما او دنبالم آمد و اصرار داشت به حرفایش گوش کنم. برای آنکه بیش از آن صدایش را که بوی پشیمانی میداد نشنوم، بر سرعت قدمهایم افزودم و خود را به خانه رساندم. این ماجرا در روزهای آینده همچنان ادامه داشت، گرچه بیمیل نبودم با او صحبت کنم، اما هراس از شکست و ضربه دیگر از طرف او به من هشدار مقاومت میداد. گاهی اوقات که پرده پنجره را کنار می‌زدم، او را می‌دیدم که در گوشه از خیابان ایستاده و به پنجره خیره شده است. یک روز که دیگر نتوانستم دل سرکشم را مهار کنم، پایین رفتم و به او که توی ماشین نشسته بود گفتم: اومدم تا به حرفات گوش کنم، اما نه اینجا. او در را باز کرد و من خودم را روی صندلی انداختم و از او خواستم تا حرکت کند. پس از طی مسافتی در یکی از پارک‌های نزدیک محل توقف کرد. می‌خواست مثل همیشه مرا در آغوش بگیرد که خود را کنار کشیدم و گفتم: بذار یه چیز رو برات روشن کنم. تنها دلیلی که اینجا هستم اینه که می‌خوام بدونم چه دلیلی برای غیبت 6 ماهت داری و نه چیز دیگر. او مانند سابق در سکوت به آنچه میگفتم گوش میداد و چیزی در اعتراض به سخنان غضب‌آلودم نمیگفت. گویا ترجیح داده بود تا بغض چند ماهی را که در نبودش در وجودم انباشته شده بود بیرون بریزم و خودم را سبک کنم. سرانجام پس از آن که حرفها و خط و نشان کشیدنهایم تمام شد، نگاهی در چشمانم انداخت و گفت: حرفی به جز این که بگویم دوستت دارم ندارم. با نیشخندی به او نگاه کردم و پرسیدم: بعد از این همه آزار و اذیت روحی و روانی فکر نمی‌کنی برای گفتن این جمله خیلی دیر شده باشه؟ و در حالی که دیوانه‌وار می‌خندیدم ادامه دادم: یا شاید هم خرتر و احمق‌تر از من کسی رو پیدا نکردی که باز دوباره به طرف من برگشتی؟ ها؟ اون با دقت به همه انتقادات من گوش میداد و چیزی نمیگفت. همین موضوع مرا عصبانی‌تر می‌کرد. پس با حملات بیشتری به او تاختم و گفتم: مگه تو نگفتی سرطان داری و به زودی میمیری؟ پس چی شد؟ حتما میخوای بگی در طی این مدت معجزه شده و شفا پیدا کردی و شاید هم رفتی مشهد تا از امام رضا شفا بگیری. او حتی به خدا هم باور نداشت، چه رسد به پیامبر و امامانش. فقط خواستم او را مورد تمسخر قرار داده و به او بفهمانم میدانستم دروغ گفتی و هنوز هم دروغ میگی. او با قهقهه‌ای به روی فرمان کوبید و ماشین را کنار زد و گفت: رویا چی میگی؟ حرف حسابت چیه؟ اینجا بود که با فریاد از او خواستم تا بگوید چرا به نزدم بازگشته است و او پاسخ داد: برگشتم تا بهت ثابت کنم نامرد نیستم. همین. فقط همین رو داشت تا بگوید. گفتم: آقای علی، من هم دارم بهت میگم که دیگه خیلی دیره، اما آیا حقیقت داشت زمانی تو رو میبخشم که تمام مدارک بیماریت رو نشونم بدی؟ او چیزی نمیگفت و فقط در چشمانم نگاه میکرد. میدانستم در مقابل او خواهم شکست چون او را دوست داشتم، اما قصد داشتم انتقام رفتاری را که در روزهای آخر با من داشت از او بگیرم. با خونسردی گفتار و حالت تهاجمی مرا تحمل کرد و وقتی حرف و شکایت دیگر از او نداشتم مرا در آغوش گرفت و گفت: ازت میخوام بهم یه فرصت دیگه بدی تا بهت ثابت کنم چقدر دوستت دارم. نمیدانستم چه جوابی به او بدهم. از طرفی من مانند هر زن دیگری دوست داشتم تا مورد توجه باشم، به خصوص از طرف کسی که روزی عاشقم بود و عاشقش بودم. بله، به خصوص علی. اما از طرف دیگه هراس از او و بی‌مهری‌هایش و تشویش از سرزنش و شماتت بچه‌هایم مرا در بن‌بست قرار داده بود. او که میخواست چیزی گفته باشد پرسید: تو چی؟ ازدواج کردی؟ با عصبانیت از سؤال بیجای او خود را از آغوشش بیرون کشیدم. انگشتانم را به او نشان دادم و گفتم: آیا انگشتر یا حلقه‌ای در انگشتانم میبینی؟ او که خیالش راحت شده بود با بوسه لبانم را بست و من خود را بار دیگر در آغوشش رها کردم. مدتها بود دلم برای آغوشش تنگ شده بود، اما این دفعه به خود قول دادم دیگر هرگز همه قلبم را به او ندهم و هرگز مانند سابق او را دوست نداشته باشم تا اگر احیانا فراقی دیگر رقم بخورد درد جان کاهی از آن وجودم را دوباره از هم نپاشد.
آری، اکنون من سربازی بودم که همواره در حالت آماده باش بود تا مبادا از جناح مخالف شکست دیگری تجربه کند. قلب و روح من فقط و فقط متعلق به فرزندانم بود و بس. اوایل تا مدتی مانند بچه محصل‌های دبیرستانی همدیگر را نهانی می‌دیدیم، اما کم کم به بچه‌ها موضوع را گفتم و آنها چون می‌دانستند هنوز او را دوست می‌دارم هیچ مخالفتی نکردند. با کمک او به آپارتمان جدیدم نقل مکان کردم. نگرانیم از بابت مسکن و محل راحت شده بود و بی‌صبرانه منتظر رسیدن 13 جولای و گرفتن نتایج بودم. سرانجام روزی که در انتظارش بودم فرا رسید و آن را از طریق نامه دریافت کردم. با اضطراب و در حالی که علی در کنارم بود آن را باز کردم. با دیدن نتیجه قبولی خود همانند بچه‌ها دور اتاق بالا و پایین می‌دویدم و می‌پریدم و با خوشحالی فریاد می‌کشیدم پاس کردم. اکنون فقط یک کار مانده بود که انجام دهم و آن این که برای دیدن تازه واردی که با آمدنش من و پدرش را پیوندی مجدد داده بود بروم. شاهین از چند ماه پیش برایم بلیطی رزرو کرده بود. روز پرواز دل توی دلم نبود. نمیدانستم شاهین چطور با من برخورد خواهد کرد و از همه مهمتر عکس‌العمل خودم نسبت به این دیدار چه خواهد بود. آیا او را تا آن حد بخشیده بودم که بتوانم با او روبرو شوم؟ اما شوق دیدن نوه‌ام شهریور و در آغوش کشیدن او همه نگرانی‌هایم را از بین برده بود. پروازم ساعت 12 شب بر زمین نشست. در حال تحویل گرفتن چمدانم بودم که پسرم را آن سوی سالن ترانزیت دیدم. طفلکی حالتی توأم با شرم و غم چهره‌اش را پوشانده بود. آشکار بود که او نیز مانند من در نگرانی و عذابی ناشی از دوری مکانی و عاطفی از مادرش به سر می‌برده است. هنگامی که به او رسیدم در آغوشش گرفتم، اما هر لحظه منتظر بودم تا باز هم تنشی میان ما ایجاد شود. آشکارا هر دو نفرمان سعی می‌کردیم حفظ ظاهر کرده و در آرامشی از مهر و عاطفه با هم دیدار و صحبت کنیم. وقتی به خانه رسیدیم یک سر به اتاق خواب شهریور رفتم و با اینکه به خواب معصومانه فرو رفته بود او را در آغوش گرفتم. هرگز فکر نمی‌کردم کودک 5 ماهه‌ای چنین قدرت معجزه‌آسایی داشته باشد، ولی او قویاً همانند آتشی پرحرارت همه یخ‌هایی را که روی عواطف ما را پوشانده بود آب کرده و عصر را باز نموده بود. بیتا همسرش با خوشرویی مرا پذیرا شد. او در سن 6 سالگی همراه با مادر و تنها برادرش به اتریش مهاجرت کرده بود. مادرش با هدفی مبنی بر اینکه دخترش لاابالی و غربی بار نیاید، هر گونه آزادی و لذت ساده‌ای را همواره از او و نه از پسرش دریغ کرده بود. او چنین سختگیری‌هایی را تا سن 16 سالگی بر او روا داشت تا زمانی که بیتا توانسته بود از دولت آپارتمانی یک خوابه برای خود بگیرد و مستقل شود. 10 روز به سرعت سپری شد و من با چشمانی اشکبار اتریش را به مقصد لندن ترک کردم. هنوز 1 هفته از بازگشتم نگذشته بود که آتوسا با چشمانی گریان به خانه برگشت. به محض دیدنم سرش را روی شانه‌هایم گذاشت و با درد و اندوه گفت: مامان، خودم دیدمشون با بهترین دوستم. دوتایی رفته بودن توی جکوزی. مامان آخه چرا؟ مگه من چی کم داشتم که اون باید بهم خیانت کنه؟ اونم با بهترین دوستم. پس از مدتی که قلبش آرام گرفته بود، هرچند 1 هفته از پذیرش دانشگاه گذشته بود، اما او را تشویق به ادامه تحصیل کردم. او با اکراه و بنا به اصرار من فرم‌های درخواست را پر کرد و به یوکس فرستاد. خوشبختانه چون بعضی از متقاضیان انصراف داده بودند، توانست در رشته طرح و توسعه ساختمان در همون دانشگاهی که من درس می‌خواندم پذیرش بگیرد. او که تا 2 هفته پیش کشتی قلبش دستخوش طوفان شده بود و هیچ امیدی در زندگی نداشت، اینک از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. شایان که سال آخر دانشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته بود، به عنوان مدیر فروش شرکت پست مشغول به کار شد. تابستان داشت بار سفر می‌بست و جای خود را به فصل برگریزان می‌داد. با شروع پاییز 2008 پای در دوره آخر دانشگاه گذاشتم. کوروش سال آخر دبیرستان را می‌گذرانید
و از طرف یکی از دانشگاه‌های معروف انگلیس نیز در رشته اقتصاد و ریاضی پذیرش گرفته بود. اکنون من احساس خوشبختی مطلق می‌کردم. سال آخر دانشگاه مارک، پسری که سرشار از انرژی و ذکاوت بود، برای تحقیق روی پروژه‌ای به گروه ما ملحق شد، ولی در جلسات بعدی هیچ خبری از او نشد. به خیال آنکه به گروهی دیگر پیوسته است اهمیتی ندادم، چون این گونه موارد در دانشگاه عادی بود. اما پس از چند هفته شنیدم که او در اثر تصادف جان سپرده است. با شنیدن آن خبر اشک در چشمانم حلقه زد، در حالی که دوستم نادین در کمال بهت و حیرت من خیلی ساده و بدون هیچ احساسی گفت شنیدن این خبر موجب میشه که ما از زنده بودنمون خوشحال و شکرگزار باشیم. او دختر سیاه‌پوستی بود که خیلی تند و بی‌پروا صحبت میکرد. در همون حال که غمگین بودم به یاد آوردم که سال اول دانشگاه که در ناامیدی زیادی سیر میکردم و داشتم در کلاس زبان اسپانیولی به استادم میگفتم من فکر نمی‌کنم بتونم دانشگاه رو به پایان برسونم، نادین بدون مقدمه حرفم رو قطع کرده و گفته بود رویا، اگه هیچ کس نتونه تو میتونی و موفق میشی. در این هنگام صدای آنوماریا، یکی دیگر از دوستانم، مرا به خود آورد که از من میپرسید رویا داری به چی فکر میکنی؟ جواب دادم در سرزمین من هر کس از مرگ جوانی خبردار بشه غمگین و ناراحت میشه، اما شما اونو دلیلی برای شکرگزاری و سلامتی خودتون میدونید و این برای من خیلی عجیبه. او چیزی نگفت و ما به انجام پروژه پرداختیم. فصل امتحانات فرا رسیده بود و من هر روز به اتفاق آتوسا از خانه خارج می شدم. هرگز عادت نداشتم پس از آن که امتحانی را به پایان می رسانم درباره آن فکر و یا صحبت کنم، چون باور داشتم تمام سعی و تلاش خود را به بهترین شکل برای موفقیت خود در کار نهادم و گذشته از آن تشویش امتحان بعدی جایی برای پرداختن به آن باقی نمی‌گذاشت. با پایان ماه جون فصل امتحانات هم به پایان رسیده بود و دل توی دلم نبود تا نتیجه زحماتم رو دریافت کنم. بالاخره 20 جولای نامه‌ای که سالها امیدش را داشتم به دستم رسید. آن را با ذوق و شوق تمام باز کردم و با خواندن متن خانم رویا گرامی، خوشحالم که به اطلاع شما برسانم موفق به دریافت مدرک لیسانس مدیریت بازاریابی شده اید. با خواندن آن حس مسرت بخشی ذرات وجودم را لبریز کرد، چون دیگر به آرزوی خود رسیده و به خود و اطرافیانم ثابت کرده بودم که شخصیتی شایسته و مفید هستم. ثابت کرده بودم که می توانم آنچه را بخواهم به انجام برسانم و هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند در کسب آن خللی ایجاد کند یا توانش را از من بگیرد. همراه نامه فرم‌های ضمیمه شده بود که تاریخ و محل جشن فارغ التحصیلی را اعلام کرده بود. همان روز از طریق اینترنت 3 بلیط هم برای آتوسا، کوروش و علی خریدم و یونیفرم فارغ التحصیلی هم را نیز سفارش دادم. مراسم جشن در روز 16 ژانویه سال 2009 برگزار می شد و من بی‌صبرانه برای فرارسیدنش لحظه شماری می کردم. کوروش امتحانات لول A را با موفقیت به پایان رسانید. با شروع ماه سپتامبر به اتفاق علی او را به دانشگاهش که خارج از لندن بود رساندیم و من برای اولین بار پس از 10 سال از او که حتی یک شب هم از من دور نشده بود جدا می شدم. هنگام خداحافظی با او اشکم بی اختیار سرازیر شده بود، اما به خوبی می دانستم که آن اشک شادی و شعف بود، شادمانی و مسرت از اینکه فرزندانم را دست تنها و با مشکلات بسیار به جای رسانده بودم. سال 2008 هم پایان یافت و بالاخره روز 16 ژانویه 2009 فرا رسید. مدتی بود که علی را به علت مسئولیت‌ها و گرفتاری‌های شغلی نمی‌دیدم، اما امیدوار بودم آن روز مرا در جشن و مراسمی که خیلی برایم مهم بود همراهی کند. اگرچه در آن زمان مأموریت شغلی و حرفه‌ای نداشت، ولی چون مجبور بود دخترش را برای شرکت در امتحانی همراهی کند، نتوانست در کنار من باشد. با این حال من و آتوسا به آن مراسم رفتیم. احساس یک شاگرد کلاس اولی را داشتم که برای موفقیتش در سر صف و مقابل دیگران تشویق می شود.
پس از مدتی در حالی که یونیفرم فارغ التحصیلی را بر تن داشتم، به اتفاق دیگر دانشجویان به تالاری هدایت شدم. پیشاپیش توضیح مختصری به ما در مورد چگونگی برگزاری مراسم و مراحل آن داده شده بود. با بی‌صبری و هیجان تمام منتظر شنیدن نامم بودم. هنوز چند نفری قبل از من بودند تا به روی صحنه بروند. آنا ماریا هم یکی از آنها بود. او و 2 نفر دیگر جلوتر از من بودند و علامت آماده باش خوبی برایم محسوب میشد، چون با شنیدن نام او میتوانستم بر اضطرابم کنترل بیابم. با شنیدن نامش خود را آماده کردم و به محض شنیدن اسم خود، رایا زشی، که خیلی به سختی و نامفهوم اعلام شده بود، پیش رفتم و با شهردار دست دادم و مدرکی را که برایش به سختی زحمت کشیده بودم دریافت نمودم. در آن لحظه به اوج آرزوهایم دست یافته بودم و اشک‌های شوق و شادمانی که چشمانم را فرا گرفته بود رها کردم تا ببارند به یاد هزاران زنی که همانند من آواره بودند، زنانی که به جرم داشتن احساس سنگسار شده بودند و یا زنانی که به دست خانوادهشان به قتل رسیده بودند. پس از پایان مراسم در حالی که روی ابرها سیر می‌کردم، با شوق تمام به خانه رفتم و چشم به راه علی شدم تا همه خستگی 3 سال گذشته را در آغوشش از تن به در کنم. ولی خبری از او نشد. تا سپید دم فردا بیدار ماندم و بارها شماره‌اش را گرفتم، ولی هر بار تلفنش روی پاسخگو می‌رفت. برای چندین روز که چندین هفته کارم همین شده بود. بارها شده بود که برای مأموریت طولانی برود، ولی از پیش به من خبر میداد. نگرانی جای همه شادی‌هایم را گرفته بود. نگران خودش، بچه‌ها و فرشته بودم. چه شده بود؟ نمیدانستم. دلم به شور افتاده بود و همه وجودم در نگرانی فرو رفته بود. تنها چیزی که فکر نمی‌کردم این بود که